سلام علیکم داملای شیرین سخن. من از شما خواهش میکنم که با این سوال ما جواب دهید. میگویند که اگر دستت سیخ زند یا اینکه در انگشتت ریسک باشد در دستت پول می آید، اینها در اسلام هستند یا نه؟ و باز میگویند که اگر پایت سیخ زند در خانه‌ات مهمان می آید، اینا درست است یا نه؟ التماس با این سوال ما جواب دهید. ما یک گروه مخلصان شما اینا هستند. در مردم ما و شما دست سیخ میزند یا پای سیخ میزند مهمان می آید یا که دیگر، یا در ناخن‌های ما و شما یک سفیدی پیدا می شود، میگویند که این ریسک است. اینا خرافاتند. خرافات شاید شما ندانید خرافات چیست. خرافات، معنای خرافات چیست؟ گپی بیهوده. گپی بیهوده را خرافات میگویند، یا عقیده یا مفهومی که بی اساس است، هیچ پایه علمی ندارد، این خرافات میگویند. در ما و شما خرافات خیلی زیاد است، خیلی زیاد است. حتی در روز جمعه مثال زنها را غسل نکنید، یا اینکه خفاوه نکنید، یا در چایهامان یک شمه میبینند مهمان است فلان گفته، اینا همه خرافات هستند. اینا در باور نکنید، همه این دروغ است. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. الله میگوید من رزق میدهم، اگر همین ناخنت پوری سفیدی کی شود، اگر من رزقت ندهم این به این رزق پیدا نمی شود. این دروغ است. اینا معنا ندارد. اینا در هیچ وقت باور نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم اکای حاجی. خداوند زبان شما را باز هم شیرین‌تر و براتر بگرداند و دشمنی تو را کور بگرداند. از برادر شما یک سوال. من چند بی نماز را با واسطه دروغ گفتن، حال آنکه دروغگویی نقض نیست و پیامبر ما گفتند الکذب لامتی، یعنی دروغگو امتی من نیست. من چند بی نماز را با واسطه دروغ نمازخوان کردم. این کار کرده من درست است یا این حدیث پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم مرا در فکر ماند؟ التماس اکای حاجی جواب این سوال مرا خوب میشد که پره به ما میگفتید. خدا شما را نگه دارد. برادر عزیز، در اسلام دروغ گفتن حرام است. چگونه ای که چندین حدیث ها را ما در باب 5 صفت مؤمن برای شما گفته بودم که حتی حبیب خدا گفتند که از برای پیغمبر گفتند آیا مؤمن ترسانچک می شود؟ گفتند بله مؤمن ترسانچک می شود. گفتند آیا مؤمن گفتند دروغگوی می شود؟ حبیب خدا گفتند نه. گفتند مؤمن دروغگوی نمی شود. مقصد آدم مؤمن باید دروغ نگوید، لیکن در اسلام در 3 حالت دروغ اجازت میدهند. یکی در حالت حرب، حالتی که جنگ باشد، یعنی از دو طرف دشمن ها و این طرف مثال گوییم آدمانی که با این دشمن ها می جنگند، برای جای خود عوض کردن که پیش از آنه که دشمن تو را کشد تو دشمن را مثال به قتل رسانی، این حالت هم اگر فریب دهی این هم جایز است، دروغ جایز است. دوم اصلاح بین 2 نفر، چگونه که گفتیم یک عائله را برقرار کردن یا 2 برادری که با یکدیگر قهری هستند، اینا را ما میتونیم که با واسطه دروغ در پیش اینش اینش تعریف کنیم، در پیش اینش اینش تعریف کنیم و هر دینها را باز چکار کنیم؟ برادر همون اصلی گردانیم. سوم میتواند که مرد زنش را و زن شوهرش را دروغ گوید. اینا در اسلام اجازت دادن. مثل که برای راضی کردن دل زن ما میتوانیم گوییم که مثال زنک پروا نکن، همین یک مدت پس یک چند مبلغ در دست من می آید، برای تو گوشوار طلا و گردنبند طلا خریده می دهم. برای دل همون زن به دست گرفتن اگر دروغ گویم اجازت هست.
یا گویم زنک پروا نکن، سال آینده من تو را حج روان میکنم. این دم اجازت است. ببین تا که در بین همین زن و شوهر الفت و مهربانی باقی ماند، وای با یک دل امیدی که یعنی همین شوهر با من مهر دارد، یعنی با من محبت دارد، در نیت گویم که یعنی زیبا کردن و آبادی من این شوهر است گفتنده، یعنی اسلام اجازت میدهد. از این خاطر همین برادری که با دروغ نماز خوان شود، باور که این خیلی وزنین است. امروز الحمدلله که وای مثال ببیند توده جوانها را نماز خواندن، اینقدر احادیث ها، اینقدر آیت های قرآن، رسول پروردگار توبه میکنی که خداوند اگر گناه باشد گناه تو را بخشیده گرداند. و این برادری که نماز خوان شده است، یعنی خوش به حالش که البته از دست شما هدایت یافته است. در همین سه حالت اجازت میدهند که اگر ما و شما دروغ گوییم. بابای داملا السلام علیکم، عوض کردن دندان پوسیده با تیلا برای مردان درست است یا نه؟ اگر نه برای چی عوض باید کرد؟ بر چی عوض باید کرد؟ یعنی امروز گویم که فتواشم صادر شده است، فتواهای اکای داملا محمدی هست، در فتوای محمودی هم بسیار یک بیان خوب کردند که اگر ضرورت باشد ما و شما دندانها ما تیلا هم کنیم باقی نداره. این اگر دندانهای پوسیده داشته باشیم، خب دندانهایی که ما و شما را آزار میدهد، اگر اونها را تیلا هم که کنیم ضرری نداره از روی ضرورت. لیکن از روی زیبایی و زینت در اسلام حرام است، هیچ وقت اجازت نمیدهد. لیکن اگر شما گویم که تیلا را هم یک طرف گذارین و از صدف یا از دیگر نمودهایی که الحال برآمده است، سنگهایی که یعنی بسیار قیمتش از تیلا هم بالا است، قیمتش فرفور میگوین یا که فاسفور میگوین، چیزی میگوین، اگر از اونها هم که کنیم با اینش بهتر. لیکن اگر با اون شرایط ما نرسید، تیلا هم که کنیم رخصت است، اجازت است. دوم سوال، خوردن گوشت جیره، قشقلداق، روغن خیرس و بسیار به مانند اینها به نیت طبابت درست است یا نه؟ برادر عزیز، میگه یک شخص از حبیب خدا را پرسان کرد که حبیب خدا همین عرق در جسم آدم فایده دارد؟ در جسم گفت گویم که یک شکل طبابتی را دارد. حبیب خدا به جانب این مرچی گفت انه لیس بدواء ولکنه داء. این حدیث مسلم است. حضرت گفتن نه، گفتن عرق، گفتن این دوایی نیست، بلکه گفتن سر به سر درد است. گفتن انسان وقتی عرق می نوشد گفت هیچ فایده در جسم او نمی شود، بلکه سر به سر بدن او را درمند می کند، جسم او را ضعیف می گرداند، اعضاهای او را گویم باز بیمارتر می گرداند. این شفا ندارد. ان الله انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام. حبیب خدا گفتن پروردگار هم درد داده است و هم دوا داده است، هم درد دارد هم دوا دارد، و از برای هر یک درد دوای هم پروردگار روان کرده است. و حبیب خدا گفتن شما دوایی کنید، لیکن فقط به چیزی حلال دوایی کنید، از حرام ها دور باشید. حضرت ابن مسعود چی میگوید؟ ان الله لم یجعل شفاءکم فيما حرم علیکم. در آن چیزی که الله و حرام گفته است در او شفا گذاشتگی نیست. شما به چیز حرام هیچ وقت طبابت نکنید. این است در باب گویم که با چیز حرام طبابت کردن. در حالت چیز حرام در فقه از آن جمله حنفی هم رخصت میدهند که اگر تمام حلال کرده ها را استفاده میبریم، تمام معالجه های دکتر را استفاده میبریم، میبینیم که هیچ فایده نمیشود، بعدا یگان طبیب حاذق، طبیب دانایی که
اگر ما و شما را دلالتی با چیزی حرام کند، این حالت در اسلام برای ما رخصت می‌دهد که یک کم برای تبابت استفاده می‌بریم. اگر وقتی که تمام حلال کرده ها را ما و شما استفاده بریم، در برابری گویم همین میگن روغن خیرس گرم است، گوشت گوسفند هم گرم است، عسل هم گرم است، گوشت مرغ هم گرم است، بسیار چیزایی هستند که اینا هم میجازشان گرم است. شما میتونید با این حلال کرده ها، زیرا که وقتی که شما عرق نوشی را پیشنهاد کین یا یگان چیزی حرامه که خوردن گرفتین، این علاقه شما را عادت میکناند، شما علاقه عادتی میشوید. من گفتم مکتوب ها را خیلی کم نویسید، بسیار دراز می نویسند، تمام ترجمه شو می نویسند بعدش. بسم الله الرحمن الرحیم. ز بسم الله بگشادم دری راز، ثنای ذاتی بیچون کردم آغاز. السلام علیکم داملای شیرین سخن، ببخشید یگان میده وقتتان را گرفته، از شما یک دو جواب انیق را گرفتنی. من یک زنی گناهگارم داملای شیرین سخن، کسیته های شما را قریب که همه اشان را گوش کردم و باز من بسیارتر کتاب های دررت الواعظین و قصص الانبیا را میخوانم. باز من این قدر گناه بسیار میکنم. داملای مهربان، شما درباره پدر و مادر و شوهر را چخیل باید حرمت کردن بسیار سخن گفتید. من باشم از خدا می ترسم که من شوهرم را نزد دیده یکدیگر را گرفتیم و پدر و مادرم را از برای این شوهر شده آنقدر حرمتم نمی کردم. من را حاضر که عذاب و در میان ما که یکدیگر فهمی نیست عذاب می دهد. من باشم سرسختی را گرفته در زبانم اقلا یک مراتبه نمی آید که از آنها بخشش پرسم. از پدر و مادرش ده برای خاطر شوهرش ده، شوهر احترام میکند، یکدیگر را نقض دیدن، خب و با پدر و مادر ملال شدن، حتی میگوید که زبانم نمیگردد که از پدر و مادرم بخشش طلب کنم، ولی شوهرم را چهلی که گوید حرمت میکنم، اما او باشد از من ناراضگی همه وقته بیان میکند و این مخلص شما هست، اما با گفته هایتان نمیکند. با سخنهای قبیح دلم را سخت‌تر گردانیده است که من نماز 5 وقته را با غم و اندوه و گپ‌های ناراحت او خوانده فراموشم می‌آید. این باشد باز یک گناه من است. وای باشد دختربازی کرده مرا پس میزند. من باشم دو چشم بینا، دو گوش شنوا، شکرانه همه رساگی را دارایم و یک پسر هم دارم. وقتی که او بسیار از حد گپ‌های هرخیله میگوید ممکن گپش را میگردانم. چی جای دروغ؟ او مرا مجبور میکند که گپ گردانم. داملای شیرین بیان، از شما خواهش دارم دعای شما در نزد یزدان پاک قبول میگردد. در حق من دعای خیر کنید و من صبر جمیل دهد از شر شیطان ظالم، از بدیهای نفس اماره خدا مرا نگاه دارد. خب التجا دارم باز یک بار دیگر به من مصلحت دهید که من چخیل حرمت شوهرم را کنم. از خدا می ترسم که در قطار روسیاهان نباشم. من آنقدر دختری با صبر نبودم. از وقتی که کسیته ها را کشاده گوش کردم خیلی هم با صبر شدم. در آخر به شما گفتنی هستم که خداوند صف شما ها را زیاد بگرداند. یعنی البته حرمت شوهر برای هر یک زن فرض است، لیکن حرمت پدر و مادرم از همه ضرور است. این معنای را ندارد که خواهرای عزیز شما احترام شوهر را کنین و پدر و مادر از شما ملال باشند. اون چگونه زبان است که برای بخشش طلب کردن نزد پدر و مادر خودت کشاده نمی شود. این چگونه احترام شوهر است و این چگونه مخلصی ما هست که زمانی که گوییم دختر بازی میکند. این مخلصی ما هم نیست. مخلصی ما شخصی است که پیروی آیت های قرآن و پیروی احادیث های رسول اکرم است. این ما مخلص هم نمیگوییم. این مخلصی ما هم نیست. ما گویم از مخلصی این گونه شخصا را خط میزنیم. این مخلصی ما نیست.
مخلص ما کسی است که آن چیزی که ما پیشنهاد میکنیم با وی عمل کننده باشد. حبیب خدا میگوید ان رجلا قال، یک مرد پیش پیغمبر خدا آمد و گفت ما حق الوالدین علی ولدهما، حق پدر و مادر بالای فرزند چند قدر است؟ اندازش معین که ای حبیب خدا؟ قال هما جنتک و نارک. این حدیث ابن ماجه است. گفت ای مرد، گفت همین قدردان که پدر و مادر دوزخ و بهشت توست، همین قدر بدان. گفت حقشان این قدر بلند است که جنت هم وابسته به پدر و مادرت است، دوزخ هم وابسته به پدر و مادرت است. اگر پدر و مادر از تو راضی باشد تو وارد جنت میشوی، اگر پدر و مادر از تو ناخوشنود باشد هیچ وقت تو گفت وارد جنت نمیشوی. برای همین این خواهر عزیز باید که از پدر و مادر گویم بخشش طلب کند و خدمت پدر و مادر انجام دهد تا که این بهشتی که الله برای وعده دارد با نصیب شود. اینجا حدیث های زیاد در این باب وجود دارد. حتی جوانی آمد گفت ای رسول اکرم میخواهم که جهاد کنم بزیدی و مقابل دشمنای خدا، چی میگوی؟ گفت احی ابواک، پدر و مادر زنده است؟ گفت بله پدر و مادرم زنده است. ففیه ما فجاهی، حبیبی خدا گفت رو خدمت هم پدر و مادر کن، اینم جهادی در راه پروردگار است. بین حکم جهاد بینین و قدر پدر و مادر نظر کنین. برای همین هر یک جوانی که امروز اگر ملال باشین، پدر و مادر از شما ناراضی باشد، شما اینجا آمده جمعه خوانین، شما اگر عالمی اگر گوییم آسمانی که شوین، در نزد خدا شما هیچ قدر و منزلت ندارید تا زمانی که اگر پدر و مادرتون راضی نمیگردانید. سلام داملای عزیز حاجی میرزا، ما یک گروه بچه ها از شهر دوشنبه، ما در بازار سخاوت سودا میکنیم. الان این بچه ها در همینجا اشتراک داشتند، این سوالا بر ما دادن که تعجیلا جواب گردانید. ما را میگویند که این خیل نماز نخوانیم، دست ها زیر ناف نگیریم. ما چی خیل نماز خوانیم که مذهب امام اعظم تنقید میکنند؟ در حق ما بچه ها دعا کنین. خدای مهربان شما را عمر دراز و در هر قدم هاتون خدای مهربان حسنات نصیب بگرداند. این سوال در اینجا چند تا هست؟ 3-4 سوال است فقط در همین باب که یک گروه جوان ها ما را میگویند که زیر ناف دست هاتون نگیرید و اونها به حضرت امام ابو حنیفه هر سخنهای قبیح میگویند. برادرای عزیز، من عصبانی نمیشوم، من گویم که باید از روی تعصب به شما جواب نمیگردانم، لیکن این قدر میگویم که المسلم اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان است، لا یظلموه ولا یحقروه. مسلمان باید برادرش تحقیر نکند، مسلمان باید برادرش در دروغ نگوید، مسلمان باید مسلمان در یک دشمن تسلیم نکند، مسلمان باید نسبت یک برادر حسد نداشته باشد، مسلمان باید نسبت یک برادرش کینه نداشته باشد. راستی بار من چی گویم به آن شخصانی که چگونه زبان کشاده می شود و حضرت امام ابو حنیفه را ما و شما تنقید میکنیم؟ باور کنین آیا همین کدام شما را خوش می آید که نسبت حضرت امام ابو حنیفه که امروز اکثر دنیا پیرو مذهب امام ابو حنیفه هستند، چگونه همین زبان کشاده می شود ما و شما حضرت امام ابو حنیفه را تنقید میکنیم؟ آیا حقوق داریم؟ همینده نداریم حقوق، هیچگاه حقوق نداریم. باور که همون جوانایی که برادر عزیز ابو حنیفه را تنقید میکنند همونها خودشان گمراه هستند، خودشان به عقل هستند، خودشان باور کنین اونها سلفی نیستند، اونها گمراه هستند. نگذارین برادرای عزیز، نگذارین که اونها در پیش شما این امامی که دنیا و اعتراف میکند میشناسد اونها تنقید کنند. شما اگر گوش اندازین در گوش کردنش گناهگار میشین، به خدا قسم. گوش کردنش ده
وقتی یک آدمی عادی را گوییم، یک برادری که تماما سواد ندارد، خط ندارد، وقتی شما غیبت میکنید گناهکار میشوید. پس یک امامی که گوییم مجتهد است، اینقدر گوییم کتاب‌ها و مسئله ها را برای ما و شما کتابت کردن، چگونه در غیبت او ما و شما گناهکار نمیشیم؟ محترم اکای حاجی میرزا، یک نفر مخلص شما از ناحیه کلخازآباد، زبیدالله، اینم الحال آمده است. خیلی سوالای تعجیلی به دست جوابشان میگردانیم. احترامانه از شما خواهش میکنم با این سوالی من جواب کنید. یک شخص یک پیاله عرق نوشید و از هوش بیگانه نشده باشد، نماز خواندن او درست است یا نه؟ برادر عزیز، میتونه ما سوره مؤمنون تلاوت کنیم. قد افلح المؤمنون الذين هم فی صلاتهم خاشعون. الله میگوید همان مؤمن نجات یافته اگر در نمازش خاشع باشد، در نمازش شکست دل باشد، در نمازش حضور دل داشته باشد. وقتی تو حرام کرده پروردگار را میخوری، باز بالای جای نماز میبرایی، آیا در کجاست همون حضور دل؟ در کجاست همان خدا ترسی؟ کجاست؟ آخر آدم نماز میخواند که از خدا میترسد. ما 5 صفت مؤمنه از سوره انفال برای شما تعلیق کردیم. یکمش چی بود؟ انما المؤمنون الذين اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. هر وقتایی که یاد پروردگار در پیش اونها کرده شود، دلهای اونها ترسان باشد. از الله باید ترسان باشد. کجاست همون ترسی تو؟ کجاست همون نشانه مؤمنی تو؟ البته این نماز مثل همون حجی که آدم از پول حرام می رود حج میکند، حجش قبول، لیکن از ثواب حج محروم است و هیچ ثوابی نمیگیرد. اگرچه این نماز فقهای ما و شما اگر درستم که گویند، لیکن هیچ ثوابی ندارد. زیرا طلب الحلال فریضة علی کل مسلم است. حلال طلب کردنش به ذمه همه مسلمان چی است؟ فرض است که ما و شما از وجه حلال و لقمه حلال خوریم. در این جسمی که حرام کرده پروردگار راه دادیم، حضرت ابوبکر صدیق چی گفت؟ گفت که از حبیب خدا حدیث را شنیدم، کل جسد نبت من الحرام فالنار اولا به. هر جسدی که در او حرام کرده پروردگار در آمد، این جسد روز قیامت عذاب خواهد کشید. برای همین از عذاب پروردگار دور باش. این گونه نماز هم نیست باور کنید. گفتی شاعر نماز کسری صدق و صفا نیست اگر در کعبه بگذاری روا نیست. اگر نماز از ترس خدا نباشد، نمازی که برای رضاگی خدا نباشد، این نماز اگر در کعبه که بخوانی نماز نمی شود. حرام خورده است نماز خوانده است، زنا کرده است نماز خوانده است، دزدی کرده است نماز خوانده است. این آخه مسخره کردن در اسلام می شود. دوم، یک شخص ناز کشید و طهارت نکردن نماز خواندن او درست است یا نه؟ همین نازکش کی تعریف کرده است؟ کجاست همه آدمی که همین ناز تعریف میکنه؟ حبیب خدا میگه کفا بالمرء اثما ان یضع من یقود. از روی گناه برای همون نازکش میگوید بسنده است که حق کودکاش در نازخری استفاده برد. اگر همون پولی که در نازکشی و سیگارت کشی اگر ما صرفش کردیم، این حق کودکا است. ما در روی گناه همینش میگه برای شما بسنده است. اگر ناز کشیدی طهارت کن، سیگارت هم کشیدی طهارت کن. این از روی تقوا هست، این از روی پرهیز است. زیرا حبیب خدا گفتن کسی پیاز میخورد، کسی سیر میخورد، کسی ترب میخورد، کسی پودینه میخورد، با مسجد ما نیاید. زیرا بدن او بوی میکند، ملائکه ها از وجود او میگریزند. وقتی ناس آیا بوی ندارد؟ همین ناس کو همین نزد یک دهن نازکش، یک دهنش تماشا کنیم، باور که دهان نازکش به دهان آدم مانند نیست. نه دندانی حلال است، نه گوشت حلال دارد. یک بار گفته بودیم، بعضی آدما گفتن بسیار خوش آمد به مردم، لیکن باز میگویم که آفرین به همون زنی که در پهلوی نازکش خواب است. آفرین، باور کنید.
انا مولانا میگه باید همون زن اگر فوکش بند خاک کنه درست است. میگه درست است. خب سوم، جوانان و یک قسم آدمان حاضره با لباس آستین کلته و سریلیج نماز میخوانند. این درست است یا نه؟ با احترام مهمان شما زبیدالله. این برادر ما علاکه در اینجا مهمان بوده است. خدای مهربان در هر قدمش حسنات بنویسد. سریلوچ و آستین کلته در مذهب حضرت امام ابو حنیفه گویم کراهیت میگویند و خواندن سریلوچ و آستین کلته را. لیکن اگر ضرورت باشد باکی ندارد. اگر ضرورت باشد. اما و حصر و رأسی که عباره مختصر است که این هم در اداره مفتیات همون یک گروه عالم ها یک جایه شدن و درباره سریلیچ و آستین کلته هم همونجا فتوا برآورده بودند که این از مذهب امام ابو حنیفه نیست. برای همین و حصر و رأسی میگوید، این سریلوچ نماز خواندن مکروه میگوید الا تذللا، مگر که از روی ضرورت. یعنی شخصی است که اداره نشین است، کارگر است، میآید سریلیچ یا آستین کلته نماز میخواند، اون ما حق نداریم که به اونها مثال سیاست کنیم و اونها را از سریلیچ و آستین کلته منع کنیم وقتی که ضرورت باشد. برای همین یک مراجعت دیگر دارم، این است که اگر امروز جوانایی که به مسجد می آیند خوب می شود که اولا همون یک عرقچینی که هست همون در جیبه هاتون جا کنین. از این قدر ملامت و از این قدر گپی مثال بلند شنیدن و از این قدر کشاکشی که در اطراف همین مسئله هست، بهترین صورت چمینه در همون جیباتون جا کنین. همین مسجد که در آمدی بالای سرت بکشش نماز خواندن بگیر. دیگر نه پهلوگید ملامتت میکند، نه کسی به طرف تو نظر میکند، نه کسی گویم ملا امام دیگر مثال گویم که مورد بحث و محاکمه قرار میدهد. بسیار خوب میشود جوانای عزیز، اون قدر کاری وزنی نیست، اون قدر مشکلات هم ندارد. من یک عرقچین بالای سرت میمانده، برآمدی از سرت بگیر، رفتن بگیر باز. خب و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اینجا خیلی باز سوالهای مهم و ضرور باقی مانده بود. انشاءالله اگر میبینیم جمعه آینده اگر شود سوال جواب نشود، از همه اینجا در برادرای مهمان آمدگی بودن از ما بسیار خواهش کردن که در باب صبر در مصیبت و صبر از معصیت صحبت کنید که بسیار برای ما مهم است. گفته صبر در مصیبت و صبر از معصیت، این هم خیلی موضوع خوبی هست، موضوع لازمه هست. اگر خدا خواهد کوشش میکنیم که تا جمعه دیگر اگر تیار شویم این موضوع را پیشنهاد میکنیم، این موضوع را صحبت میکنیم. و الا اگر تیار نشدیم سوالای زیاد است، انشاءالله باز سوال جواب میکنیم. در مسئله سریلوچ و آستین کلته فقط پدرای عزیز و بعض برادرها سختگیری سخت نکنید، بسیار سختگیری بد نکنید. اگر میبینیم بعضی جوانها هستن آمدن به مسجد، انشاءالله همون مسجد سریلیچ آمد، همون مسجد که در آمد همونجا ملا امام دارد، موعظه دارد، آهسته آهسته در روز قیامت همون بنده هست، همون مرد و زنی هست که در دنیا بسیار گفته باشد اللهم صل علی محمد. کسی که در دنیا این کلمات زیاد گفته باشد، حبیب خدا میگوید در روز قیامت از همه بندگان خدا دیده این بنده با قدرتر و با شرافتر در نزد من در روز قیامت می باشد. حضرت عبدالرحمن ابن عوف که یکی از صحابه های گرامی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به شمار می رود، می گوید بار در یکی از باغها داخل شدم، نگاه کردم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سری مبارک در سجده گذاشتگی است. به نزدیک او آمدم، خیلی مدت منتظر شدم که خیلی سجده طولانی کردند.
بعد این سجده میگوید سر مبارک برداشتند و به سوی رسول اکرم گفتم ای حبیبی خدا، اینقدر سجده طولانی کردی، اینقدر سجده دراز کردی، گمان کردم که از جسم مبارکتان روحتان جدا شده است. حبیب خدا گفتند در حالت سجده حضرت جبرائیل آمده بود و به من از نام پروردگارم سلام آورد و گفت من صلی علیک صلیت علیه فسجدت شکرا لله تبارک و تعالی. حضرت جبرائیل آمدن گفتند که الله بر تو سلام میگوید، بعد سلام این که کسی که اگر بر نام تو یک بار میگوید اللهم صل علی محمد، من که خدای او هستم 10 بار درود و رحمت به حق اون بنده میفرستم. این بشارت پروردگار وقتی که نزد من آورد، فسجدت شکرا لله تبارک و تعالی، من این نعمت را شکرانه کردم و به سوی پروردگارم سجده طولانی کردم. از این خاطر از ما و شما هر کسی که اگر به نام رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صلوات میفرستد، خوش به حالش که انشاءالله وای چه در قبر و چه در روز قیامت یک یاردمچی بهترین برای ما به حساب می رود. حتی همین صاحب قصیده برده عبدالله بصیری که گوییم که به بیماری فلج گرفتار بودن، حضرت میگوید شبی که من 100 صلوات بر روح پیغمبر خدا فرستادم، همان شب حبیب خدا را در خواب دیدم و او حضرت میگوید یک جامعه در بدن داشتند، بالای من پرتافتند و گفتند ای عبدالله بشارت به تو که تو صحت و سلامت شدی. وقتی سحر میگوید بیدار میشوم، همان فلجی که چندین ساله در وجود من بود، این بیماری از جسم من جدا شده است. من شفای کامل یافتم از فضیلت اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. اگر ملال خاطر نباشد نزد شما یک سوال میارم. یک برادر اسلامی داشتیم که صاحب 2 فرزند بود. قضای الهی او را از این دنیای فانی به دارالبقا برد. بعد آش چیلی او همسرش بطن 4 ماهه خود را اسقاط کرد. در این بابت چی میگوید؟ آیا که شریعت اسلام این را چگونه قبول میکند؟ با احترام، داده عشق خدا از ناحیه میر سعید علی حمدانی، طالب جان احمد. السلام علیکم و رحمت الله. یعنی این برادر سوال کردن که وقتی که یک رفیقی داشتیم صاحب 2 فرزند بود، با قضای الهی این دنیا را پدرود گفتند و در شکم عائله‌اش باز یک فرزند بود که 4 ماهه بود. بعد وفات این شوهرش این فرزندش اسقاط کرد، یعنی ابورت کرد. آیا این در نزد شریعت چی هست؟ ما بار هم گفته بودیم که تا 4 ماهگی اسلام رخصت میدهد که اگر زن همان فرزندی که در شکم دارد ابورت کند اجازت است. لیکن وقتی 4 ماه شد دیگر در 4 ماهگی اسلام اجازت نمیدهد که زن ابورت کند، اجازت نیست. زیرا که در 4 ماهگی الکه روح در این جسد دمیده می شود، یعنی این فرزند صاحب جان می شود. تا 4 ماهگی این جان نداشت. در 4 ماهگی که صاحب جان می شود، وقتی اگر وی ابورت میکنی همچون قاتل نفس، همچون آدم کش در نزد خداوند معرفی میشوی. لیکن تا 4 ماهگی اگر ابورت کرده باشد، این در اسلام هیچ ضلال زیانی ندارد.
السلام علیکم. داملای شیرین بیان میگویند که روزه ماه رجب در حدیث نه آمده است. آیا این حق است؟ و طریقه درست روزه‌داری چگونه است؟ اصلا الحال ما و شما در ماه رجب قرار داریم. امروز 23 ماه رجب است. از روز پنجشنبه گوییم که داخل شدن این ماه رجب از روی حساب احجزده بود حساب کردیم. امروز 23 ماه رجب. لیکن در ماه رجب روزه داشتن و نماز خواندن در یگان حدیث صحیح وارد شدگی نیست که ماه رجب روزه داشته باشد، ماه رجب نماز داشته باشد. اگرچند که در بعض کتاب‌های فارسی ما و شما از فضل و از بزرگی این ماه رجب صحبت‌ها می رود، حتی از نماز و روزش، لیکن اونها اساس علمی ندارند، اساس‌های علمی ندارند. طریقه درست روزه‌داری این روز دوشنبه و پنجشنبه است. اگر در همین ماه رجب یا بیرون ماه رجب شما روزهای دوشنبه و پنجشنبه روزه‌دار باشید، این سنت از سنت‌های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به شمار می رود. وقتی حبیب خدا را از روز دوشنبه پرسیدند: ای حبیب خدا، آیا روز دوشنبه چرا روزه گیریم؟ حضرت گفتند این روز تولد من است. روز دوشنبه روز تولد من است. روز دوشنبه روزی هست که من پیغمبر شدم. روز دوشنبه روزی هست که حضرت جبرائیل برای من وحی آورد. و حبیب خدا گفتند روز دوشنبه و پنجشنبه دیگر حکمتش این است که همه عملهای نیک و بد شما پیشنهاد پروردگار می شود. آیا قبول می شود یا رد می شود، این الله می داند. حبیب خدا گفتند دوست می دارم که زمانی که عملهای من پیشنهاد پروردگار شود در روز دوشنبه و پنجشنبه و من روزه‌دار باشم. یعنی روزی که روزه‌دار باشم و عملهام پیشنهاد پروردگار باشد، این را من گفت دوست می دارم. از این خاطر بهترین روزه روز دوشنبه و پنجشنبه کدام شما می خواهید. و دیگر روزه این است که 13ام، 14ام، 15ام هر ماه 13ام، 14ام، 15ام 3 روز از هر ماه اگر شما روزه گیرین، حبیب خدا گفتند در نزد پروردگار اجرش این است که 1 سال کامل شما روزه‌دار هستید. نه رسول الله صلی الله علیه و سلم عن الوصال، لیکن از روزه که پی در پی باشد از این حبیب خدا باز من کردند. شما 2 ماه و 3 ماه پی در پی روزه نگیرید که این اجر ندارد، این ثواب ندارد. بعضی آدمی هست که سال روزه میگیرد. حبیب خدا گفتن از این من شما را من میسازم، شما گناهکار میشوید. هر یک جسم بالای شما حق دارد. گفت دستها حق دارد، شکم حق دارد، چشم حق دارد. شما حق اینها را چکار نکنید؟ ویران نکنید. این از طریقی درست روزه‌داری ما و شما این است. از این خاطر از همه مادرها خواهش من این است که بسیار از ما چی تلفنی و چی غیر تلفنی پرسان میکنن که چند روز روزه داریم. برای همه مادرهای ما و شما، خواهرهای ما و شما که امروز به ماه رجب اخلاصی خیلی کلان دارن، و حتی همون حدیثی که در کتاب آمدگی است که ماه رجب این ماه پروردگار است، این حدیث صحیح نیست. این حدیث صحیح نیست. و مادرهای ما میتوانند که از روزه رجب دیده بهترین عمل این است که شوهرهاشون خرسند کنند، شوهرهاشون احترام کنند، فرزندهاشون تربیه کنند، عفت و حیا را در وجود خودشان را دهند. این از 1000 ماه رجب روزه داشتنش بهتر است. امروز میبینی سری خواهر ما و شما لوچ است، روزه‌دار است، در زبانش تمام کلمات بی حیایی وجود دارد، لیکن از ماه رجب روزه دارد. اینا هیچ معنا و فایده ندارد. برای همین از همه مادرهایی که روزه ماه رجب می‌دارند
توصیه ما این است که شما در این ماه رجب خدمت شوهرهاتان کنین، بیرون از رجب هم در خدمت شوهر قائم باشین. انشاءالله شما در نزد پروردگارتان اجر خیلی بلند بگیرید. بزرگی این ماه رجب این است که در این ماه معراج رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود. 27 این ماه با اکثر روایت گویم روز سه‌شنبه روز معراج پیغمبر خداست. بزرگی این ماه را انا همین شرف و شمین است که حبیب خدا در این ماه نزد پروردگارش با درخواست پروردگار نزد الله رفتگی هست که این است سوره اسراء: سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. پروردگار این شب معراج، این عروج رسول اکرم به نزد خودش به نص قرآنی و آیت‌های قرآنی برای ما و شما خبر داد. اگر کسی که این معراج پیغمبر قبول ندارد یا میگوید که وی در خوابش رفتگی است و جسم نرفته است، وی کافر می شود. زیرا این نص قرآنی است که محمد صلی الله علیه و سلم نزد پروردگار رفتگی هست. که قرآن هم این حکایت میکند که میگن در روایت ها که شاید در خانه هانی بود از یکی زنهایش. بعضی روایت ها این است که بین حتیم، همون بین یک سنگی که در کعبه هست و بین خانه کعبه همونجا یک کاواکی هست، یک کشادی هست. همونجا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با پهلو بودن، خواب بود. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام. کلمه لیل استفاده می شود که لیل این شب را میگوین عربه ها. شب حضرت میگد خواب بودن که اناگاه کسی پایش می مالید. چگونه ای که یک فرزند پای پدر می مالد، پایش می مالید. نگاه میکند که جبرائیل امین در پهلوش نشسته است. جبرائیل پای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مالیش میداد و می مالید. حضرت از جاش گفتند السلام یقریئک السلام، ای محمد از جات خیز که الله به تو سلام فرستاد و تو را با یک تشریف رسمی به سوی آسمان دعوت دارد. الحال ما و تو یک جایه باید سیری بر آسمان کنیم. حبیب خدا میگوید از جاش خیستند. براقی که از اسب پستر و از خچیر بالاتر بود میگوید پیغمبر و رنگی سفید داشت که با یک چشم نگاه کردن سرعت حرکتش اینقدر تیز بود که حتی چشم رسیدگی ده این براق میرسید. بالای این براق مرا سوار کردند و این جلوی براق می داشتگی جبرائیل امین بود که میگوید مرا حرکت دادن به مسجد اقصی آوردند که این در فلسطین است. وقتی اینجا رسیدم یک توده پیغمبرهای زیاد از دوره های حضرت آدم تا حضرت عیسی در این مسجد اقصی روحشان وجود داشت. وقتی ما داخل مسجد شدیم و خیال گذرانیدم که نماز کی میخوانده باشد. حضرت ابراهیم میگوید از بین این پیغمبرها نزد من آمد و دست مرا گرفت و پیش نماز آورد. گفت تا امروز این مسجد اقصی از بنی اسرائیل بود و اینجا گویم نزول وحی بود و همه پیغمبرها از این مکان برآمدند. از این روز اعتبارا این مسجد اقصی از تو و از پیروان تو هست. چگونه ای که امروز این مسجد اقصی در دست مردم یهود است که مسلمان ها را در اونجا خیلی آزار و مشقت میدهند، که چگونه ای که امروز هم این دست خونالود یهود هیچ خانه مسلمان قرار نمیماند. فرزندهای مسلمان ها گویم همه بیچاره ها یتیم و در بدر و سرسان و سرگردان است از دست این قوم ظالم. خداوند در آن نقشه هایی که اینها نسبت مردم مسلمان میکشند خودشان خدای مهربان سرگردان بگرداند.
و چگونه ای که خانه مسلمان ها را این قوم ویران کرده ایستادند، سرسان و سرگردان دارند. خدایا خاندان اینها را ویران بگردانی. حبیب خدا میگوید 2 رکعت نماز خواندیم. مختصرا من میگویم برای فضیلت همین ماه رجب. حضرت میگوید در براق مرا سوار کردند و آسمان از حضرت آدم سرکردگی در آسمان اول، پروردگار میگوید آسمان ها را زینت داد. بعد زینت دادن تمام پیغمبرها را امر کرد که حبیبی مرا پیشواز گیرید. ملائکه ها را میگوید صفی در صف کرد. حبیبی خدا هر آسمانی که میدرامد السلام علیک ایها النبی، ای پیغمبری خدا خوش آمدی گفته پیشواز میگرفتند. حضرت آدم بود. در دویم آسمان میگوید حضرت عیسی را دیدم. در سوم آسمان حضرت یوسف را دیدم که خیلی حسن زیبایی داشت، که چنان حضرت یوسف میگوید زیباگیش دیدم، آنقدر زیباگی داشت که قریب گویم نصف زیباگی تمام بنده های خدا در چهره حضرت یوسف گذاشتگی بود. لیکن حضرت جابر چی میگوید؟ وقتی میگوید پیغمبری خدا جمال حضرت یوسف تعریف کردن، و خدا قسم میگوید شب از شبها که ماهتاب 15 روزه بود، اینقدر روشن بود. من نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمدم، زیارت کردم. یک بار نظر میکردم به ماهتاب، یک بار نظر میکردم به چهره حبیبی خدا محمد. قسم به خدا گفت چهره محمد از آفتابم دیده روشنتر بود، از همون ماهتابم دیده چهره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روشنتر بود. اگر خداوند حسن نصف بندگانش در جمال یوسف گذاشته باشد، تمام حسن بنده هاش در محمد صلی الله علیه و سلم گذاشتگی بود. حضرت میگوید وقتی نزد حضرت موسی برآمدم، حضرت موسی وقتی که با او سلام علیک کردیم از او جدا شدم، حضرت گریه کردند. گفتن ای پروردگارا چه محترم شخصی، چه پیغمبری که همه شرف و بزرگی را بر این دادی، در دوام 23 سالی که دعوت کرده است همراه امتانش همگی وارد جنتش میکنی. اینقدر دعوا و اینقدر دعوتی که ما کردیم، لیکن ما خود روز قیامت نجات میابیم و امتهای گناهگار ما وارد دوزخ میشوند. نزد حضرت ابراهیم برآمدیم، از اون میگوید بعد سدرت المنتهی رفتیم. سدرت المنتهی مکانی بود که در پهلوش قرآن میگوید جنت واقع بود. وقتی در اینجا رسیده میگوید پرده های نور بود. وقتی پس نگاه میکنیم که جبرائیل نیست. بین تا آسمان هفتم میگوید همراه جبرائیل میگوید یک جایه بودیم. وقتی در این سدرت المنتهی رسیدم نگاه میکنم محمد میبینم جبرائیل نیست در پهلوی ما. پرسان کردیم ای جبرائیل آیا این مکانی هست، آیا این وقتی هست که تو دوست در اینجا خالی بگذارد؟ حضرت جبرائیل چی گفتن؟ گفتن ای محمد لو تقدمت شبرا لاحترقت، ما برای خود یک مکان خاصه ای داریم، اون مقام توست. قسم به عظمتی پروردگار گفت اگر به مقدار یک مورچه پیش روم 600 بال مرا همین تجلیات الهی می سوزاند. دیگر ما پیش رفتن میتونیم گفت، اون پیش دیگر حق توست. حتی پیغمبری خدا گوییم به مکانی رسیدن که یک مکان نور بود، با پروردگار سلام علیک کردند، چی گفت و گزار کردند. مختصرا میگردیم، ما سوال ها زیاد است. بعد از آنجا وقتی که پایان آمدن، وقتی پایان زمین آمدن، باز در همون کنار خواب بود، همون کنار ده جبرائیل وقتی که رسول اکرم گذاشت، ابو جهل لعین سحر به نزد رسول اکرم آمد و گفت آیا از آسمان یگان خبر داری یا نداری؟ از حساب تمسخرانه. وای به خاطر گوش کردن سخن آسمان نبود، فقط مذاق میکرد، فقط تمسخر میکرد. آیا از آسمان یگان خبر داری؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند ای ابو جهل، گفتند امشب من از همین مسجد مکه مکرمه و مسجد اقصی فلسطین رفتم.
ابو جهل میگه چنان خنده کردند گفتن همین 6 ماهه مسافه ای که بین مکه و بین فلسطین است تو همین شب رفتی؟ گفت بله همین شب من رفتم. گفت خنده کنان میگوید، خنده کنان به خانه ابوبکر صدیق آمد. رسول را استونی حنانه بشناخت. مولوی رومی در زیر همین آیت میگوید پیغمبر یک چوی خرما شناخت. بالا یک چوی خرمایی که میبرآمد و مردم موعظه میکرد، وقتی اون چوی خرما را ترک کرد و بالای منبر دیگر برآمد، همان چوب خرما گریه کرد که پیغمبر خدا تا امروز بالای من میبرآمدی، چی شد که امروز ما از پای مبارک تو محروم شدیم؟ همان چوب خرما میگوید مثل کودکی که برای مادر گریه میکند همون گریه میکرد. مولوی میگوید رسول را استونی حنانه بشناخت، ابو جهل آدمی و دشمنی ساخت. و یا چوب شناخت لیکن ابو جهل آدم بود و نشناختش. دوان خانه ابوبکر آمد برای که در دل ابوبکر شبهه اندازد، دل ابوبکر دو دیله کند. آمد در ابوبکر تق تق کرد، ابوبکر. حضرت از داخل صدا دادن چی میگویی؟ گفت من نگفتم که محمد دیوانه هست، من نگفتم همین رفیقی که تو برای خود انتخاب کردی دیوانه هست، من نگفته بودم. میدانی محمد چی میگوید؟ تو چی میگوید؟ این دوستی من چی میگوید؟ او میگوید امشب من از مکه مکرمه فلسطین رفتم 6 ماه را در یک شب. ابوبکر صدیق گفت این محمد گفت؟ گفت بله محمد گفت. قسم به خدا گفت ای ابو جهل، اگر محمد گوید که من از مکه مکرمه فلسطین رفتم و از فلسطین آسمان سیاحت کردم و گشته آمدم، قسم به عظمت پروردگار وای راست میگوید، وای دروغ نمیگوید. از این خاطر بود که رسول اکرم گفت لو وزن ایمان ابوبکر من ایمان امتی لرجح ایمان ابوبکر. اگر ایمان ابوبکر در یک پله ترازو گذارم، ایمان تمام امتان ما در پله ترازوی دیگر گذارم، ایمان و اخلاص و محبت ابوبکر گفت بالای همه این گفت غلبه میکنه. ابوبکر صدیق اولین شخصی بود که معراج پیغمبر خدا را قبول ساخت. اما همون معراج در همین ماه رجب صورت گرفتگی است. بعضی روایت ها می آید که وقتی نزد پروردگارش رفت محمد، الله گفت وقتی که دوست پیش دوست می آید یک هدیه می آرد. ای محمد تو نزد پروردگارت آمدی، چه هدیه آوردی؟ چه هدیه داری؟ حبیب خدا میگوید گریان شدن و گفتن یگانه هدیه‌ای که پروردگار من پیش تو آوردم این گناه امت هست، این گناه امتانم هست که آوردم. پروردگارا گناههای امتان مرا بخشیده کن. این یگانه پیشنهادی که من در ذات تو دارم. همان امتی که امروز زنش سرالوچ کرده است و مردش توی به توی رقص کرده گشته ایستاده است. انا همین امت پیغمبر خدا میگوید وقتی الله از من پرسان کرد که چه هدیه آوردی، گفتم گناه امت آوردم. خدای همین را با فضل خودت مغفرت کن. این بزرگی از ماه رجب انا همین است که معراج در همین شب صورت گرفتگی است، در شب 27 همین ماه. السلام علیکم آقای حاجی میرزا، ما از شما التماس میکنیم که با این سوال ما روشنی اندازید. در نماز تهجد سجده سهو کرده می شود یا نه؟ نماز تهجد نزد مذهب امام ابو حنیفه یکی از نمازهای نافله به شمار می رود، یعنی به خواندنش ثواب و به نخواندنش گناهگار نمی شوید. برای همین سجده سهو در نماز نافله اگر کنین درست می شود، اگر نکنینم گناهگار نمی شوید. السلام علیکم ای واعظ راه الله، خدا نگهبان شما باشد. من طالب علم مدرسه شهر قرغان تپه الان در شهر کولاب تحصیل علم دارم و خواهش دارم که شما که با این سوال من جواب گردانید.
من در آینده نیت دارم که 40 روز در خانه نشسته با عبادت مشغول شوم. صحیح بودن این را به من فهمانید که برای کیها روا هست و برای کی نی. برای آن که چی کاری هست که چی طالب علم یا کسی دیگر من دیدم که می نشینند 40 روز، یعنی چیله میگویند در ما و شما. چیله نشستن این در دین اسلام نیست برادرای عزیز، زیرا که انسانی که در چیله می نشیند تصور کنید که وای نه نماز جمعه می خواند، نه نماز 5 وقته که سنت مؤکده حبیب خداست این هم ترک میکند. و دیگر این که هر یک بنده خدا امروز وظیفه دار است که باید چی در خانه خود چی در همسایه‌داری خود باید مردم دعوتی بر اسلام کند و از این نعمت ها محروم میماند. از این خاطر باید که چیله نشستن در ما نیست. حبیب خدا میگن من شذ فی النار، کسی اگر تنهایی را دوست دارد، کسی اگر از مردم جدا شدن برای خود نغز بیند و تنها آتش دوزخ برده می شود. کسی اگر تنهایی را دوست دارد، کسی اگر از مردم جدا شدن برای خود نغز بیند و تنها آتش دوزخ برده می شود. یعنی هیچ وقت باید علیکم بالجماعه، حبیب خدا میگه دائم شما را ای پیروانم تأکید میکنم که فقط با جماعت باشید، فقط با مردم باشید، هیچ وقت تنهایی را برای خود انتخاب نکنید. از این خاطر دادر عزیز می تواند که هیچ وقت چیله را برای خودش انتخاب نکند که این چیله نشستن از دین اسلام نیست. سلام داملای عزیز، با این سوالی من جوابی پوره دهید. یک همسایه ما نان و آب ندارد، قرض کرده و از قرض میکند و از قرضدارها میگریزد و نان و آب میدهد. شما با این کار چی گفتنی دارید؟ سری این کارها را چگونه بگیریم؟ ما در این موضوع صحبت داشتیم که برادر عزیز الله در قرآن میگوید صدقات برای فقرا هست، یعنی صدقات باید ماها کیها را دهیم؟ آدمای فقیر را دهیم. امروز عکس شده است، آدم فقیر آدمهای بای نان و آب میدهند، تا جایی که بایها خیر احسان نسبت کمبغل ها داشته باشند. امروز کمبغلی که صاحب 1 سوم یا نیم سوم می شود در حال دیگر راست میکند، آب و نان تشکیل میکند و مردم سیر و گرسنه را نان میدهد. شما الکی گوییم که آن چیزی که سپارش پروردگار است انجام دادن ایستاده ایم، یعنی انجام نداده ایم، زیرا شما خود مستحقین، یعنی شما باید که خود صدقه خور باشین، شما باید صدقه دهنده نباشید. اسلام هیچ وقت دستگیری نمی کند آن نان و آبی را که از نارسایی باشد. قرضداری کو یک طرف، این آدم قرضدار کو تماما حق ندارد که خیر احسان کند، لیکن آدمی که شرایط نداشته باشدم برای او خیر احسان کردن در اسلام جایز نیست. امروز باور کنید بعضی برادرها بر ما زنگ میزنن از دولت‌های روسیه، از همه دولت‌هاش. داملای عزیز دعا کنید که ما بیمار هستیم در حق من دعا کنید. این بیمارها بیچاره به یک حالت خیلی مشکلات 4 سوم صاحب میشوند، همین خانه در رسیدن برابر که الله که خیر احسان سر میشود. بیچاره حالی پای قدم کرده است، تا از راه دور آمدی گفته دیگر وای اهمیت نمیدین که به کدام حالت آمده است، در کدام صورت است. خیر احسان چندین بار گفتم، فقط برای شما این قدر میگویم که شرایط دارین خیر احسان کنین، ندارین خیر احسان نکنین که شما گناهگار میشوین.
و آن برادرانی که در این مسئله ها گویم مردم دقت میدهند، طعنه میکنند چرا تو خیر احسان نمیکنی، اگر همون آدمی را که طعنه دارد دقت میدهد کمبغل باشد، این برادر در نزد خدا گناهکار میشود. ما و شما حقوق نداریم که بنده هایی که بیچاره شرایط ندارند ما و شما با آنها دستورات خیر احسان دهیم. السلام علیکم حضرت حاجی میرزا، سوالی دارم، خواهش میکنم جواب گویید. مسئله اسراف کمی روشنی می انداختید. کسانی که اسراف کردند اسرافکارند، چگونه گناه است؟ خداوند در قرآن در باب اسراف ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا میگوید شما بنده های خدا اسراف نکنید، زیرا که پروردگار اسرافکار دوست نمی‌دارد. اسرافکار برادر شیطان است و شیطان در نزد پروردگار کافر است. کسی اسرافکار است برادر شیطان است و خدا گفته ایستاده است که شیطان در نزد الله کافر است. در دیگر جای قرآن خداوند برای ما و شما سوره اسراء هست میگوید کلوا واشربوا ولا تسرفوا، شما خورید و نوشید اسراف نکنید، بخورید بنوشید اسراف نکنید. حتی صاحبان تفسیر میگویند که انسان وقتی زیاد میخورد انموخ زیاد خوردنش اسراف است. وقتی آدم میگوید عقلش فقط در همین بهتر کردن دنیا صرف میکند و فکر آخرت نمیکند، حتی صرف کردن عقلش همین هم از اسرافیات است. باید ما و شما در اسراف هیچگاه راه ندهیم. خداوند در سوره ابراهیم میگوید و استعذ ربکم لئن شکرتم لازیدنکم و این کفرتم این عذابی لشدید. اگر شما در نعمتهای خدا دادگی شکرانه کنید به قدر آنها رسید خدا زیادش میکند، لیکن اگر شما در دادگی پروردگارتان خراجات کنید، اسراف کنید، بی پروایی کنید، عذاب پروردگار بالای شما سخت است. این امروز ما و شما ببینید در خاندانمان چه از چراغها را، چه از آب، چه از گاز اسراف میکنیم، پروا نداریم، رفته ایستاده است. ما و شما فکر نمیکنیم که انا همین خراجات هایی که در اینها شده ایستادن همین هم در عبادت ما زلال دارد، همین هم در بندگی ما زلال دارد، همین در ما و شما در نزد خدا گناهکار میشویم. السلام علیکم داملا، من برای انگشتی سبابه به مولای خودمان بحث کردم. او به من گفت که دیگر از قفای من نماز نخوان که من امامتی تا قبول نمی کنم تا چلیک برداری تا بس نکنی. من چیکار کنم داملای؟ برای از پس یک داملای با فهم بخوانا که همه داملایی که برداشتن همین انگشت که من کنه و امامتی تر که قبول نکند، الحمدلله امروز پر از داملای میفهمیدگی. روای پس یک آدمی میفهمیدگیش اقتدا کن. داملا چه حق دارد زید حدیثی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برآمد میکند؟ چه حق دارد؟ چه حق دارد وقتی که کردار امام ابو حنیفه را قبول ندارد که حضرت امام ابو حنیفه را در کتابها برداشتن انگشت در حالت اشهد ان لا اله الا الله دا برداشتن شد وصف میکنند، تاریخش بیان میکنند؟ چه حق دارد امام که خلاف کردار امام ابو حنیفه رفتار میکند؟ پس یک امامی با فهم و با علم نماز خواندن بگیر. السلام علیکم داملا حاجی میرزا، من مخلص شما هستم و در نمازهای جمعه اشتراک میکنم. یک سوال به شما دارم. همین مسئله انگشت برداشتن ده کدام بردارین کدام نمی بردارین، حق ندارین که پهلواتان ملامت کنین، حق ندارین. حق نداشتن تان به این خاطر است که شما حدیث های رسول اکرم اعتراف نمی کنین. در این باب تا 35-36 حدیث صحیح در باب برداشتن همین انگشت است. مامای من از 2.5 سالگی نابینا شده است، نماز نمی خواند
و پای به طهارت هم نمی رود. او هر چند کوشش میکند که نماز خواند لیکن خوانده نمی تواند. شما چی گفتنی هستی؟ البته باید که نماز این عذر ندارد، باید که حرکت کند، یعنی از دهان همو فرزندهاش آموختن سوره ها را آموزد. اگر این قادر نشد بعدا به همون اشاره های طریق نماز خواندنش عملهاش انجام دادن بگیرد، انشاءالله همون هم در نزد خدا نماز به حساب می رود. بابای حاجی میرزا خدا یار و مددگارت باشد. یک سوال دارم، آیا در شب نکاح موی سر داشتن برای مرد به نکاح ضرر دارد یا ندارد؟ یعنی در شب نکاح امروز جوانهایی هستند که موی سر دارند. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم میگوید من کان له شعر فلیکرمه، کسی از امتان من صاحب موی سر باشد بایستا که موی سرشان تازه نگه بدارند. حبیب خدا هم موی سر تراشیدن هم موی سر گذاشتن، برای همین هم تراشیدنش سنت میگوییم هم گذاشتنش سنت میگوییم. فقط کسی که موی سر دارد باید موی سرش تازه و پاکیزه نگه دارد. این موی سر داشتن در نکاح هیچ زلل و نقصان ندارد. کسی دعوا میکند دعواش اساس علمی ندارد. برای همین اینا گفتنی هستم که دادر عزیز در شب نکاح، در نکاح تو چی زلال دارد؟ زلال دارد که وقتی که اون زنی که می آید یک سوزن در دستشو از پشت همون کستومی تو دختن میگیرد، انا این خرافات ها در نکاح تو زلال دارد. ببین توفلی هایی که در پاهاشون میپوشند در همین گویم که نکاح، در شب نکاح انا اون توفلی که در پای دارد و بدر نمیکند، انا این در نکاح تو زلال دارد. یا در شب نکاح بعض جوانهای بی فراست و بی عقل وجود دارد که شب نکاح نوشیده به نکاح می آیند، عرق می نوشند برای شرم و حیاشان پرد تا که در نکاح شرم نکنن. آیا تو نمیدانید الحیا شعبة من الایمان؟ پیغمبر گفته است حیا این خودش نشانه ایمانداری است. وقتی تو حیا را از وجود دور میکنی معنای این را دارد که تو ایمان از بدن جدا کرده. انا اینا در نکاح شما زلال دارد. در نکاح شما این 10 ماشین و 20 ماشینه که صرف و خراجات های به معنی میکنین، انا این در نکاح تو زلال دارد. در نکاح تو اون دختری را که تو فتح پشانیدی و تمام بدنش یار و رفیق تا نشان دادی، انا این در نکاح تو زلال دارد. اون دختری را که تو پیش بزرگوارها میبری که این بیچاره ها از آمدن این عروسی تو ناراحت میشوند، انا این در نکاح تو زلال دارد. انا پیش این اسراف ها را، پیش این نامعقولی ها را بگیر، نکاح تو بی زلال و بی زیان می شود. این موی سر داشتن در نکاح هیچ زلال زیان ندارد. شبی که میاری خواهر تقتی مردکای بیگانه عررش میکنی و تا 2-3 شب مردم نمیمانی که خواب کنن، انا در نکاح تو اینا زلال دارد. انا پیش زلال اگر خواهی که بگیری مرحمت، انا این گفته خدا و پیغمبر است. بابای حاجی میرزا ما از دوشنبه این سوال را به شما داده ایستاده ایم. آیا نسبت قبر را آرا و تارا زیب و زینت دادن از نگاه اسلام چگونه است؟ ما دیروز زمین بین عصر شاه در همین بین قوم خودمان فهمانده دادیم. برادرای عزیز، احترام پدر و مادر، احترام برادر، احترام خواهر به زینت دادن قبر معلوم نمی شود. این نشانه اون نیست که تو نسبت پدر و مادرت احترام کلان داشته که بالای قبر پدرت چیکار کردی؟ قصر و قبله کردی. این دروغ است. پدر و مادر احترامش این است که در دنیا تو اونها را بار نگذاری که غمگین شوند، چه از پوشاک، چه از پول، چه از خوراک اونها را تأمین کن. اونها را مثل که فرزندات نوازش بکنی اونها را نوازش کن. پیش پدر و مادرت در حالتی در آمدن از جاد بخیز، خوش آمدی بکن. انا این احترام پدر و مادر را نشان میدهد. قبر پدر و مادر تا اگر از طلا کنی، پدر و مادر از تو راضی نباشد، این هیچ معنای فرزندی و
گویم احترام فرزندیت را نشان نمیدهد. در اسلام آرا و تارا دادن قبر حرام است. حبیب خدا میگوید حتی شما بالای قبرهاتون گچکاری نکنید. در حدیث ها میگه در بالای قبر ننشینید، بالای قبرتان در چیزی ننویسانید. اینها را اسلام ما و شما حرام میداند. حتی در اسلام فقط رخصت همین است که یک سنگ عادی برده بالای قبر میگذاریم تا که فرزندها ما خبر دهیم که همین قبر پدرت است یا مادرت است یا برادرت است. یک نشانه. حتی همون رشاتکه هایی که در اطراف قبر میمانیم اینا اسرافن، حرام است، ما و شما گناهگار میشویم. کجا جایی که این قصرهایی که در بالای قبرها میسازیم. حتی بینین همین مختصری که ما و شما امروز تاجیکستان میخوانش، کتاب مختصر قریب 70-80 تا شرح دارد. در همین کتاب جنازه چی میگوید؟ میگوید که و کوریه الاجر و الخشب، اگر در لحد شما غشت پخته گذارین یا در لحد اگر چوب گذارین، این حالت در این عمل شما مکروه است، شما در نزد خدا گناهگار میشوید. به چه خاطر؟ به خاطر که برای غشت پخته و این چوبی که در لحد میگذارید آدمای زنده احتیاج دارند. باید در لحد غشت خام باشد یا چیمی که میگویم همون سبزگاری هایی که ما و شما کنده و در قبر میچینیم، انا همون زیب قبر دارد. فتوای خلاصه را تماشا کنین، میگوید که قبر دویم باره کندن در اسلام اجازت نیست. اینا بعضی آدما قبرهاشون از اونجا میکنن اینجا میارن، اینا اسلام رخصت نمیدهد. لیکن اگر همون گورکاوها ساعتشه یا بیل یا کرته یا چیز از ظرف دنیا را در داخل قبر فراموش کرده باشد، اینجا اسلام رخصت میدهد که دویم باره قبر کنین و همون چیزی که زنده ها احتیاج دارن بیرون قبر کنین. ببین تا این صورت اسلام اجازت نمیدهد که در قبر چیزی از اسباب دنیا ضایع شود، پوسیده و نابود شود. برای همین از همه شما برادرای عزیز خواهش من این است که شما بالای قبرها دا بنا نکنید، بالای قبر برای خودتان سجدگاه جای نماز قرار ندهید. اینا را در حدیث ها رسول اکرم حرام خواندگی هست. گفته اما حضرت مولوی جنونی که اگر گورت همه نقش و نگار است، چی سود پر در لحد گر اژدهار است. این چی فایده دارد بالای قبر تا اگر از تمام میگوییم که بهترین مال دنیا آرا و تارا دهند، لیکن داخل قبر اژدهار داشته باشد، داخل قبر راحت نداشته باشد، این چی معنی دارد؟ آن پول شما در یتیم خانه ها، در همسایه داری هاتون، در مکتب ها برده انشاءالله اگر صرف کنین، این در روح پدر مادر شما شاد می شود. اجازت نیست برادرای عزیز در بالای قبر بغیر یک سنگ عادی حتی کتابت نویساندن ممکن نیست. السلام علیکم. حضرت داملا یک پیشوا داریم که دایم کارش همین است که اگر چیزی ندهی در یگان کار و بارد یا معرکه های خرسندیت یا مصیبتت اشتراک نمیکند. این خیلی پیشواهایی بوده است که اگر تا حق شکی نمیتی در یگان کار و بارد راست نمیستد، نه در معرکه خرسندی نه در معرکه مصیبت. حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم پیشوای ما میفرماید این المسئله لا تحیلو. ببینید طلبیدن حلال نیست. وقتی همون پیشوا هست، وقتی همون گوییم که از جمله شیخ است، از جمله عالم است، از جمله ایشان است، از جمله کسی نباشد. وقتی میگوید که حق مرا دهید، وقتی طلب میکند، این حبیب خدا گفتن حرام است. حرام. هیچ وقت امت محمد باید طلبنده نباشد. حبیب خدا میگوید لو تعلمون ما فی المسئله ما مشى احد الى احد یسأله شیئا. اگر شما میدانستین که طلبیدن چند قدر بیناموسی است، بیعاری است، شما هیچ وقت پیش یک برادر مسلمان تان یک قدم برای طلبیدن نمیزدید. لیکن افسوس که این طلبیدن شخصان برای خود اختیار کردن که ناموس ندارند، اونا گویم حیا ندارند.
برای همین ما و شما حق نداریم که گوییم برای ما فلان قدر مبلغ جدا کن بعد من در کار و بار تو راست میستم، یا اینکه من فلانی زاده‌ام، من بالای همه شما گوییم سردار هستم یا فلان هستم، باید که برای من شما مبلغ جدا کنین، برای من نظر دهین. این در اسلام ما وجود ندارد. بعضی ساده های ما و شما را اونها می ترسانند، حقی مرا بده. وقتی مثال تو نمیدی بعد وایمه میکنند، نمیتی حقی مرا نمیتی، حقو گویا که تمام، یعنی ندادی تمام تو میسوزی. نه، خودش میسوزه. او دعا هم ندارد. برادر عزیز باور کن، نترسین، این چیزی چی گپ نیست. اسلام ما باید طلبنده تیار نکند. امروز برای چی ما میگیم که همون بچه هایی که در راه ها هستن صنف 1 و 2 میخوانند یا از اون در پستر هستن، اونا را شما پول ندهید. به چی خاطر؟ به خاطری که در طبیعت او طلبیدن میموند و آیسته آیسته میده میده آخر کلان شدن میگیرد. با همین راه طلبیدن الک عادت میکند و دیگر در مکتب نمیخواند و دیگر مکتب هم که رود تمام حش و خاطرش به سوی همون اطراف مزارهایی که امروز طلبنده ها در اطرافش نشستند. انا فقط تمام خاطرش همه گویم حشش طرف همون مزار، طرف همین امروز قبرستان ها را جای کردند. میبینن که مردم قبرستان میرود، در نزد قبرستان که باز پول تقسیم کنی که هست، این کودک ها همون جمع میروند تا که با اونها پول دهین. شما ندهین بر اونها پول، اونا را شما خودتان طلبنده میکنین. امروز این بهبودی که الحمدلله در تاجیکستان شده ایستاد، شما میبینید روز به روز زوادها باچیده ایستند، روز به روز راهها کشاده شده ایستادند. امروز کدام بدفرد تاجیک این زوادها را سرداری میکند؟ ما و شما که وقتی که فقط طلبنده تیار کنیم، همین طلبنده هایی که امروز داریم، کتکتایی که هستند، مردم هم میترسانند که حقی ما را بده، نمیتی خیلی میبینی همیناش بسند. ایناش بیا ما و شما طلبنده نکنیم. ایناش بگذار که بیچاره خوانند، بگذار که آینده دار شوند، در همین جامعه تاجیکستانی ما و شما خدمتگار شوند. اینا درست نیستند. طلبیدن حلال نیست برادر عزیز. این ملاگی و باور کنین پدرای عزیز، ایشانی و شیخی که برای خدا نباشد، به خدا قسم در نزد پروردگار از کرم لای خورک دیده، این انسان در نزد خدا به قدر هست. باید همه عملی ما از برای خدا باشد. باید چی ملا باشد، چی شیخ باشد، چی ایشان باشد، چی فلانی زاده باشد، باید امروز فقط خدمت اسلام کنند، نه برای مبلغ. اگر تو در راه خدا خدمت کن، الله خودش در قرآن میگوید و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این پروردگار میگوید ای انسان، تو از پروردگارت بترس، در راه پروردگارت خدمتگار باش، چنان رزقت میتم که در گمانت نیست. آنقدر مبلغ و پول از هر راه برای تو میارم که در فکر در خیالت نیست. این وعده پروردگار است. همین انسانایی که امروز خدمت پروردگار میکنن، به طلبیدن روزشان الحمدلله که رفته ایستاده است. برای همین ما و شما این طلبیدن برای خود اختیار نکنیم. این برادر ما هم حق دارد که برای این گونه پیشوا حق جدا نکند. هیچ وقت حق جدا نکن. از دوغ و پوپیسش هم نترس. انشاءالله تو در نزد خدا از این دیده با قدر تر هستی. با آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. اینجا در یک سوال ها را خیلی دیگر میگذاریم، زیرا جمعه آینده من در باب صبر در مصیبت که خیلی از برادران اینجا از ما طلب کردن، من صحبت میکنم که صبر در مصیبت و صبر در معصیت، از معصیت چی معنا دارد. من برای شما انشاءالله اینا بیان میکنم. خیلی موضوع لازمی هست برای امروز ما و شما. جنازه بابای ولی 30 سامان، بابای ولی خدا رحمت و مغفرت کند، یکی از عضو همین جماعت ما بود که در همین محله زندگی میکردن. فرزندای خدا را شکر که با نماز دارد. بابای ولی 30 سامانی روان کردن که در حقش دعا کنیم. بابای احمد 10 سامانی، بابای حاجی زین الدین 10 سامانی، برادرمان استاد سبز علی و بحرالدین بابا جان که برای همین مناره را تعمیر کردند، امروز مهنت کردیستند، در حق اینها گفتن دعا کنید. در حق پدر و مادرم دعا کنید. حاجی سید حامید از کوه دامن 10 سامانی،
بابا خان از کارز در حق مادرم بیمارت کتن دعا کنید 10 سامانی روان کردن. خدای مهربان این بنده هایی که الحال نانگیر شدن، خدایا گذشتگی هاشون رحمت و مغفرت بگردانی، زنده هاشون خدایا شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردانی و هر مراد و مطلوب هایی که در دلشان دارند خدای مهربان با فضل و کرمت برآورده بگردانی و تمام آن بندگانی که در این صندوق خیریه که امروز برای بهبودی همین مسجد صرف شده ایستاده است خیر احسان میکند، خدا این خیرها را به درگاهت مقبول و خدا از همه آفتها در حفظ امانش نگه دارد. یک گروه جوانها امروز از ما طلب کردند که در حقمان دعا کنید که در سفر و در روسیه کار میکنند. خدایا همه مسافرها را از این جمهوری ما را خدایا صحت و سلامت نگه داری و با تن صحت و با دست پر و خاندان برگشتن در موفق شان بگردانی. آمین و رب العالمین. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية رفيعة وبعث مقام محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. من این داده را نمیشناسم لیکن از اون بی نهایت غلط میخونده است. من مقصد از آن گفتن حبیب خدا میگوید اطول الناس اعناقا یوم القیامت المؤذنون. گردنی که از همه گردنی بالاست در روز قیامت گردنی کسی که اذان میدهد. در روز قیامت از همه گردنها بالاترین گردن نصیب شخصی هست که اذان میدهد، لیکن اذان درست دهد. در کجایی که اگر مؤذن ها باشد باید که شما اذانهاشون همون پیشواهایی که دارین اذانهاشون گذرانند. این بچه از این مسجد ما نیست، خیلی من نشناختم اذان گفتن، لیکن اذان بی نهایت اذان غلط است. برای همین کاری کنی که در هر جمعه بسیاری مسجد ها میریم اذان میدهن، اذانهاشون همه غلط است. اکثر مسجد ها اذان غلط میدهن. این بسیار یک معنای کلان میدهد. در اذان گفتن هم خوف کفر است وقتی اگر نادرست اگر ما و شما اذان میدهیم. این علم اسلام علم عادی و آسان نیست. هر یک تلفظ این، هر یک تشدیدی که در داخل این هست به خودش معنا دارد. الحمد لله الذي قدرنا في سابق علمه بالإحسان ونور قلوب العارفين بنور المعرفة والإيمان وشرح صدور الصادقين بشرح الهداية والعرفان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العوف والغفران ونشهد أن محمدا عبده ورسول سيد الرسول وحبيب الرحمن صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحاب الموصوفين بالعدالة والإحسان خصوصا على الإمام الهمام أول صحابة وأفضلهم أمير المؤمنين أبي بكر الصديق بعلو المرتبة كمال الاقتران وعلى الإمام عمر الفاروق فرق بين الحق والبطلان وعلى الإمام الهمام عثمان ذي النورين جامع القرآن وعلى الإمام الهمام علي الرزي الوفي بتوافر الفضل والأمنان وعلى الإمامين الهمامين الفاضلين الكاملين. يا أيها الناس قد جاء في الخبر أحفظوا ألسنتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم العلي العظيم السميع الدعاء. چگونه در خبر آمده است گفت احفظوا السینتکم. این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که ای پیروان قرآن، ای مردم تاجیکستان، پیغمبر خدا خطاب دارد، زبانهاتان نگه دارید، زبانهاتان محافظت کنید. گفتی حضرت مولوی جنونی زبان را در غضب نیکو نگه دار، زبان نزد غضبها می شود مار. گزد ناگه دلی رنجیده ای را، کند محزون و مجروح بنده ای را. این زبانهاتان نگه دارید. میگوید این برادر چی گفته است؟ میگویند که بالای سر پیغمبر خدا شکمبه پر از نجاست را پرتافتند. آیا این درست است یا نه؟ برادر عزیز، این حکایه اصل دارد. پیغمبر ما و شما بسیار عذابها کشیدند، بسیار رنجها دیدگی هستند. هیچ روز خوب رسول اکرم گذراندگی نیستند. جایگاه خوابی که امروز ما و شما نرم خواب میکنیم این گونه جایگاه خواب نداشتند. این طعامهایی که امروز هر گونه‌ای که ما و شما میخوریم این طعامها در پیغمبر خدا وجود نداشت و نمیخوردند. و این ساعتهای درازی که ما و شما استراحت میکنیم این استراحتها از بالای سر پیغمبر خدا برداشته بودند. یک مسئولیت کلانی را رسول اکرم حس میکردند. حتی اسماء دختر ابوبکر صدیق، یک کیسه یادم آمد، الحال اینا به شما میرسانم. اسماء دختر ابوبکر صدیق بودند. وقتی میگن از من پرسان کردند که سختترین و شدیدترین روزی مشقت پیغمبر خدا را میدانی یا نه؟ بچه ها التماس در حالت صحبت گپ نزنین، آمدین در یک جا بنشینین، جا کی شد انشاءالله بعدا جا میشود. اسماء چی گفتند؟ اسماء گفتند روز رسول اکرم در مسجد الحرام نماز میخواندند، مسجدی که الحال حاجی ها رفته زیارت میکنند. بناگاه میگه یک توده مشرکین بالای سر این پیغمبر خدا هجوم کردند و هر کی هر خیل آزار در بالای پیغمبر خدا میداد. کدام او با شتم میزد، کدام او با دست میزد، کدام او توف میکرد، کدام او با زبانش لعنت میگفت. هر گونه آزارها میدادند این مشرکای عرب. صدا آمد، صدا بلند شد از داخل مسجد الحرام که یار محمد ابوبکر را فیراد کنید تا که این رفیق خود خلاص بگرداند. اسماء میگه ابوبکر نزد من بود، پدر من که بود نزد من نشسته بود و همان روز میگه 4 گیسوی میگه کشال کردگی داشت. یعنی 4 گیسو، 4 همون موی های بافته ای که میگیم 4 موی بافتگی میگه خیلی زیبا میگه بافته بود و نزد من نشسته بود. وقتی این صدا را شنید میگه رفت حال پیغمبر را که دید میگه حضرت گریان شدند، داد گفتند اتقتلون رجلا ای یقول ربی الله. آیا مرد را شما قتل میکنید که فقط میگوید خدای من یک و یگانه است؟ با همین سبب، با سببی که میگوید خدای من یک و یگانه است، شریک ندارد، این بت‌های شما بیکاره است، با همین سبب یاری مرا قتل میکنید. این سخن وقتی میگه از ابوبکر شنیدند، همگی میگه بالای ابوبکر غور کردند، رسول اکرم بیراه کردند. اسماء میگه ابوبکر وقتی به خانه آمد میگه همان گیسوهای کشالی که داشت میگه وقتی آهسته میگه میقپید گیسو خودش میغلطید. میگه از حساب بسیار کشیدن و از حساب آزار بسیاری که بالای سر ابوبکر دادن این گیسوها هم میگه دیگر بالای سر ابوبکر نماند. برادر عزیز،
ابوبکر هم آزار کشیدن، عمر هم عذاب کشیدن، عثمان هم عذاب کشیدن، علی هم عذاب کشیدن، تمام صحابای پیغمبر برای اسلام عذابها کشیدن، رنجها دیدن، جانهای خود چیکار کردن؟ جانهای خود از دست دادن. رسول اکرم میگه روز در مسجد الحرام بودن. این سوال جواب برادر است. عبدالله ابن مسعود روایتش میکند، در صحیح بخاری هم میگذرد، میگوید وقتی که سجده طولانی میکرد پیغمبر، سری خودت که در زمین میگذاشت، به نهایت دراز سجده میکرد و گریه میکرد برای غم امتش. ابو جهل همراه میگد هشام و همراه عتیبه و همراه عقبه ابن معید، همراه ابی ابن خلف، 7 دشمن خدا میگه یک حلقه نشسته بودن. خیال شونم این عمل ابو جهل نگذشت. ابو جهل برداشتن آمدن بالای کتف پیغمبر خدا، این شکنبه را پرتافتن. چنان میگه شکنبه کلانی بود. عبدالله ابن مسعود میگوید که من خرد بودم، من اگر چی سین سالم کلان بود لکن جوسم که خرد بود، میگه من توانایی این شکنبه را از بالای پیغمبر بیراه کردن نمیتوانستم. لکن میگه صدا وقتی که به فاطمه رسید، فاطمه میگه گریان آمد و حال پدر خدا که به این صورت دید. شکنبه را میگه از بالای پیغمبر خدا بیراه کرد و با همان کرته و با همان لطه خود میگه شانه و روی پیغمبر خدا را پاکیزه میکرد. رسول اکرم وقتی که خیست از جای خود حالت دید، یک بوی نجاست در وجودش پرتافتگی، حضرت دستش برداشتن گفتن اللهم علیک قریش، خدایا تو را من گواه میگیرم به آنه که این عمل قریش نظر کن، این عمل اولاد مرا نظر کن. خدایا گفت پروردگارا اینها را در عذاب خودت گرفتار کن. دیری نگذشت میگه جنگ بدر شروع شد. این 7 طایفه در جنگ بدر کشته شدند. البته این حکایه حق دارد، حقیقت دارد. رسول اکرم آزارهای خیلی زیاد کشیدند. ما امتی بی پروا نشیم، ما امتی بی غیرت نشیم، امتی شیم که چگونه که رسول اکرم دلسوزی داشتند ما هم دلسوز باشیم. در عملهای پیغمبر خدا با دندانهای کرسی عملهای پیغمبر خدا را مستحکم بداریم. بر هر یک گپی هر یک دشمن خدا ما و شما فرسوده نشیم، دل شکسته نشیم. باید که دین اسلام را چگونه که با این مشقت ها آوردن ما و شما با آسانی از دست ندیدیم. سوال هایی که برادرها میکنن، از روی این سوال ها من یک چیزی دیگر به یادم آمد. انشاءالله فکر میکنم که جوان ها خیلی تصورشان کلان شدگی است، زیرا از سوال آدم خود معلوم می شود که آدم تا چه اندازه علم دارد. سوال های الحمدلله که بی معنی و ساده دیگر قریب که در مسجد ما و شما نمانده است. السلام علیکم داملای عزیز، بسیار از شما خواهش دارم که درباره نماز عاشقانه و نماز اساسی و ما چیزی میفهمید، زیرا ما نماز میخوانیم لکن از لذتش چیزی نمیفهمیم. البته نماز این خیلی یک عبادت بلندی هست، عبادتی هست که به سبب این خداوند شما را وارد جنتش میگرداند. حتی رسول اکرم میگوید نماز بنده در قیامت برای او تاج است و یک روشنی هست در روز قیامت. و اولین سوالی که در روز قیامت بنده را خدا میکند این نماز است، آیا نماز ادا کرد یا نه. نماز عاشقانه گفتن، من یک کتاب دارم به نام نماز عاشقانه، خود کتاب نامش نماز عاشقانه هست. در اون داخل من یک قصه را دیدم، میخوام این قصه را بر شما حکایه کنم. این هم از بچه اسما هست، نبیره ابوبکر صدیق است. نام این حضرت عروه هست، عروه ابن زبیر. شوی اسماء زبیر نام داشتند، بچه همین زبیر عروه نام داشتند. به یک کسل مبتلا شدند. کسل سرطان بود. سرطان یعنی رگ میگیم، رگ در همین ساخت، در همین پای نبیره حضرت ابوبکر صدیق پیدا شد. طبیب ها را حاضر کردند. طبیب ها گفتند
عروه گفتند کمی مواد مخدر بر تو میتیم تا که تو بیهوش بشوی، این پا را باید که ما قطع کنیم ببریم. بغیر قطع کردن، بغیر بریدن این پا دیگر طبابت ندارد. عروه گفتند من مواد مخدر استفاده نمی کنم، یعنی موادی که عقل مرا زائل کند، گفت این حرام است، من این استفاده نمی کنم. طبیب ها گفتند عروه اگر این تو استفاده نکنی در بریدن پا بسیار مشقت و عذاب میکشی. گفتند نه. گفتند وقتی من در نماز شروع کردم، در التحیات لله و الصلوات و الطیبات رسیدم شما بریدن سر کنین. نماز بین، نماز عاشقانه را بینید. وقتی من در التحیات میرسم، در حالت التحیات اگر تمام بدن مرا ببرین من درک نمیابم. حضرت عروه میگن نشستن التحیات سر کردن. طبیب ها در دست کاردها منتظر. حضرت سر کرد التحیات لله و الصلوات و الطیبات، رفت دیگر از حش رفت، در عالم دیگر پیدا شد. طبیب ها پا را بریدند. حضرت عروه میگد بعد نماز میگد به هوش آمد، نگاه کرد که پا بریده شده است، گفت پای مرا همراه من به خانه من برید. حضرت میگد به خانه رفتم، پای در پیش خود جان گذاشتم و خبرگیرهای زیاد که در اطراف نشسته بود. این عروه میگه فریاد زد. دو فرزند داشت. فرزند کلانیش فریاد زد برای چی خدمتی باشد. فریادش زد، میگه این فرزند کلانی صدا نداد. عروه که فرزندهای خوب تربیه کرده بود، در اولین صدای او لبیک میگفتند حیرت دمان. گفت این لله و این الیه راجعون. چی شد که فرزند من صدا بر صدای من نداد؟ چرا لبی نگفت؟ این بار اول است که من میشنوم که فرزند فریاد میزنم و لبی نمیگوید. حاضرین که از قصه فرزند او درک داشتند گفتند عروه گفتند الحال فرزند تو بالای بام برآمده بود، الحال یک زمان گفت وای از بالای بام افتید و هلاک شد. مصیبت بین. اون برادری که یک روز سوال داده بود که در یک فرزندش از دنیا گذشتن اکثر عبادتاش ترک کرد، نظر بر این دوستی خدا کن، عبرت از این دوستی خدا بگیر. حضرت میگه در حال چی گفتن؟ خدایا گفتن من 2 فرزند داشتم، 2 میوه دل داشتم، با گرفتگیتم شکر، با این فرزند خورده که دارم با اینم شکر. 2 پای داشتم، این پایی که از دست دادم با اینم شکر، با این پایی که الحال هست شکر. دوستهای خدا را ببینید، حالتهای وزنین در صبرشون را ببینید و نماز عاشقانه را ببینید. این است برادر عزیز یک لحظه از نماز عاشقانه. فکر میکنم البته این برای همین سوال این دادگی برادر کفایت کننده است. لیکن این گونه قصه ها خیلی زیاد است، خیلی زیاد است. سلام بابای داملا. بعضا آدمان را میگوییم که چرا نماز نمیخوانی؟ میگویند که نمازخوانها کجا را گرفتند. البته این صدای هست که اولین بار نیست. من بر شما باز میگم برادرای عزیز، در سخن هر یک انسان شما دل شکسته نشوید. التوفیق شیء عظیم لا یعطى الا بعبد العزیز. پیغمبر ما و شما میگوید توفیق، خدا ترسی، نمازخوانی این یک عبادت خیلی بزرگی هست، یک چیزی خیلی بزرگی هست که خدا فقط بندگان دوستدارش میته، هر بنده را نمیته. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. صدق الله العظيم. سوره تبارک، سوره ملک که ما و شما میخونیم، وقتی که دوزخیان در دوزخ پرتافته می شود میگد سمیعوا لها شهیقا. دوزخ میگد به منزله که در پیش یک خر کمی جو می پرتای یا اینکه جو از دور می بیند و
یک هرهر دارد، بعد آواز خچه بلند میکند. وقتی دوزخی میگه در چاه دوزخ پرتافته میشود، اول دوزخ همتا یک هرهر دارد. وقتی دوزخی تا چند پایان رفتن که گرفت، سمیع لها شهیق و هی تفور، چنان هنگست میکند این دوزخ که حتی میگه نزدیک است که از غضب دوزخ پاره پاره شود. با آمدن دوزخی خشنود میشود. از خرسندی که دوزخی در داخل او داخل شد، این میگه صدای بلند میزند و ملائکه هایی که در اون داخل دوزخ، ملائکه های عذاب میگویند. آنها چی میگویند؟ میگویند آیا برای شما یگان ترساننده نبود؟ آیا شما را کسی نبود که خبر دهد که نماز است، روزه است، عبادت است، قبر است، قیامت است؟ آیا در بین شما نبود؟ اینا چی میگویند؟ میگویند بود در بین ما، لکن ما میگفتیم این سخنهای شما افسانه هست. ما میگفتیم که نمازخوانها کجا را گرفتند. این گونه صداها میدادیم. این صدای همین انسانی میشود که در روز قیامت از داخل چاه به سوی ملائکه عذاب این چنین جواب میگوید: ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. دوزخی ها را خداوند از یک جانب میگذاشته است و بهشتی ها را از یک جانب. در قرآن میگوید خدا، در پاره 29 از قرآن است، میگفته است جنتی ها از دوزخی ها میپرسیدند: ما سلککم فی سقر، چی شد که تو دوزخی شدی؟ تو در همراه من بودی، تو هم تاجیک بودی، تو هم خودت مسلمان میگرفتی، چی شد که امروز تو دوزخی شدی؟ چی میگفته است؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. در اصل من تاجیک بودم لیکن نماز نمیخواندم، بی نماز بودم. از حساب بی نمازیم امروز در قعر دوزخ خدا مرا جا کرده است. این از جواب این برادرها در روز قیامت. السلام علیکم داملا، برای من خیلی محبوب هستید. یک سؤال دارم. یک چیز مرا دائم در شک و شبهه آورده است: برای چی آدمان بی دین و بی خدا مال و ملکی بسیار دارند؟ نمیشد که خدا آنها را گدا و دربدر گرداند؟ خوش به حال همین برادرهایی که در دلشان ذره شک و شبهه دارند سوال میکنند. من بر شما خبر میتونم که برادرای عزیز، من چند بار در فصل فضیلت آدم به شما صحبت کردم. مالداری، دولتداری این نشانه مرتبه آدم نشان نمیدهد. اگر نشانه مرتبه آدم مالداری میشد، خداوند قارون و فرعون مال نمیداد، اونها را مال نمیداد. بلکه نشان آدمیت این ایمان است، این ایمانداری هست. ان الله لا ينظر الى اموالكم و الى اجسامكم ولا الى انصابكم. خدای شما چی میگوید؟ من نظر نمیکنم در دلاری تو، در پشت قناتی تو، در قصرهای دعواشانه تو من نظر نمیکنم. من در اون برادر و پدری که وظیفه های کلان داره در اونها نظر نمیکنم. من در جسم زیبای تو هم نظر نمیکنم، بلکه من در عملی تو نظر میکنم، من در دلی تو نظر میکنم. خدای تو این چنین صدا میدهد. حدیث من از کتاب برای شما نویساندم که پیغمبر خدا گفته است: ان الله قسم بینکم اخلاقکم کما قسم ارزاقکم. اخلاقهای شما را، آداب شما را خداوند مثل رزق روزی تقسیم میکرده است. چگونه ای که رزق روزی یک آدم بلند است، از یکی کم است، از یکی پست است، خداوند رزق روزی را یعنی معین میکنه، با همه یک خله میدهد. آدابم پیغمبر خدا گفت همچنان تقسیم میکنه. آدابم خیلی چیزی قیمت است. ببین بسیاری برادرها نمازخوان هستند لیکن آداب ندارند، مسلمان هستند لیکن بی آداب هستند. اینا بسیار هستند. رسول الله میگه همچنان در نام حدیث چی گفتن؟ و ان الله یعطی المال من یحب و من لا یحب. خداوند مال میدهد کدام بنده ای را که دوست می‌دارد
یا کدام بنده را که دوست نمی دارد مالش می دهد. و یعطی الایمان الا من یحب. دوام حدیث سوال این برادر جواب شد. لیکن ایمان خداوند می دهد مگر شخصی را که دوست می دارد. مال را به هر کس می دهد. ای دل چی کنم؟ خدا چنین می خواهد. نعمت همه بر دشمن دین می خواهد. فرعون لعین نشسته بر تخت زرین، موسی از خدا نان جوین می خواهد. السلام علیکم بابای حاجی. من بیشتر سخنهای شیرین شما را گوش میکنم و میخواهم به دو سه سوال من پاسخ دهید. در کدام حالت مرد حقوق دارد که زنش را طلاق کند؟ راستی بار در باب طلاق التماس از همه شما فقط مفتی ها را سوال کنید. طلاق موضوع ما نیست، اگرچه ما کتاب طلاق خواندیم لیکن ما فتوا نمیدیم، زیرا طلاق بسیار نازکی ها دارد، بسیار نازکی ها دارد. این فقط کار مفتی هست. میرین مفتی در مراجعت میکنین در کدام حالت طلاق درست است، در کدام حالتش نادرست است. اینا فقط از مفتی ها پرسین. از من پرسین زنها را چقدر میتونین در خیلی اگر جنایت کلانش اگر دستگیرش نکنین دیگر در بعضی عادی ترین صورت ها شما طلاق ندهید. در لباس ناخوب شست یا خانه را ناخوب رفت یا طعام بی لذت تیار میکند یا کمی به سوی تو مثال گپ گردانید، اینها حالت نیستن که شما طلاق به اونها روا کنید، بلکه این حالت ها را میتونید شما آداب دهید. میتونید به طریق صحبت، به طریق مصلحت، به طریق جمع آوری پدر و مادرش، اولاد اجدادش او را تربیت کنید. نماز بامداد را در ساعت 7 یا 8 خواندن ممکن است. در ساعت 7 اگر طلوع آفتاب نباشد جایز است. من نمیدونم در ساعت 7 طلوع آفتاب می شود یا نه. وقتی آفتاب که برآمد دیگر نماز بامداد خواندن چی هست؟ منع می شود. همون طلوع آفتاب یافتن در کار ساعت شد تا طلوع آفتاب جایز، ساعت چند نباشد. بلند خندیدن یا بزرگ خندیدن گناه است، البته به البته گناه است. کسی که اگر بلند خنده میکند یا بسیار خنده میکند، رسول الله گفتند تو میتول قلب، دل انسان خنده بسیار میکشد، دل انسان خنده بسیار و گپی بسیار میمیراند. دل انسان که مرد، ان ابعد الناس من الله القلب القاسي، دورترین بنده به سوی خدا بنده هست که دل وی سیاه می شود، دل وی سیاه باشد، خنده بسیار، گپی بسیار دل آدم سیاه می کند. از این خاطر همه وقت خنده کنین، شوخی کنین، لیکن از حد نگذرانید. چهارم سوال کردن، میگویند که بابای حاجی زبان انگلیسی را میدانی، درست است یا نه؟ ما یک زمانی میدانستیم، همون زمانهایی که تحصیل میکردیم در همون خارج زبان انگلیسی را گپ میزدیم، با استادا همینطور مراجعت ها کرده میتونستیم، جواب میگرفتیم، خانه میرفتیم میومدیم. لیکن با مدتی که مثال به اینجا رسیدیم دیگر هیچ تکرار نشد، اهمیت به اون زبان که ندادیم دیگر از یادمون رفت. لیکن همه شما را جوانای عزیز از همه درخواست دارم که تمام زبان را بیاموزید. باور کنین در دنیا و در آخرت هم شما سربلند هستید. امر اسلام شما هست که شما بخوانید. جوانای عزیز بسیارتر کوشش کنین. من شما را از نماز خواندن و از قرآن خواندن من نمی کنم. این علم اولین درجه هست که تمام شما قرآن خوان شین، قرآن هر سحر تلاوت کنین، 5 وقت نمازتان ادا کنین، لیکن از علم دنیوی هم شما نگریزین. علم دنیوی علم باطل نیست. پیشواهای ما و شما بسیاری هستند که به علم دنیوی چنگ زدگی بدن. از این خاطر همه شما در درس ها معلم ها را احترام کنین، حتی بتوانین اگر درس های علاوگی بخوانین. هست حاضر مکتب ها در درس های علاوگی جاری شده است، 5 سامان 10 سامان. همون رقاصه را آتا بگو در توی نیاره،
یا چتا بو که مثال دین رجدین اینک نو هم 510 سومه در دست معلمه بتین تعلیم تون بده. این بهتر است. خراجات های بی‌معنی که مثال در معرکه های ما و شما می شود 40 ماشین 50 ماشین پیش یک بوتی کلانی سجده کنی میرین، اینها را ترک کنین، پول های اینا را در مکتب صرف کنین، سمکه بخرین، دفتر بخرین، قلم بخرین، با معلماتون توجه کنین، اینها برای شما بهتره. من بسیار دوست می‌دارم همون جوانی را که علم دنیایی را می‌داند. ما خود در مکتب 3 نداشتیم، فقط 4 و 5 قط می‌خواندیم. کسی همین علم دنیایی را هم که دانست، علم اخرویش هم آسان میشد گرفتن. علم دنیایی را که ندانستی، سالار هم که در سر ماندی با یک عادی ترین گپی دنیایی تر یک معرکه دا چیکار میکنن؟ متهم کرده میماند، همون کسی نباشد. السلام علیکم داملای شیرین سخن. بعد السلام، من سوالی دارم. اگر آدم از آدم دیگر یگان چیزی گیرد و او را بر نگرداند چی می شود؟ این دوست می شود. اگر کسی که مال یک برادر میگیرد و پس نمیگرداند، این چی است؟ این حکم دوست دارد. یعنی مگر که همون به طریق یک فریب از تو دوزید، یعنی مجبور نکرد و به طریقی که مثال در بین چند حیله و نیرنگ استفاده کرد و مال تو را از تو ستانید گرفت. این البته گناهکار است، در مال تو جوابگر است در نزد خدا. السلام علیکم داملای محترم. قسمی از آدمان مسلمان در اذان دادن مؤذن و شنیدن نام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم 2 انگشت را به چشم میرسانند و دلیل میارند که در کتاب جامع الرموز این سخن هست. تا کدام اندازه درست است یا نادرست بودنش را بر ما فهمونید. بعضی برادرها است که اشهد ان لا اله الا اشهد ان محمد رسول الله گفتند، همین انگشت ها را در بالای چشم میمالند. همین من شما را از کتاب مجموعه الفتوا صحیفه 327 کدامی داشته باشید. این حضرت میگوید که این اساس ندارد. این شکیدن انگشت در بالای چشم میگد هیچ اصل ندارد. و ملا قاری علی قاری میگویند، این محدث است، این هزارها بار دیده از صاحب جامع الرموز و کنز العباد هم این گپ میگه، از اینها دیده مرتبهش بلند است. این حضرت میگوید که صاحب جامع الرموز هر مسئله که خاطر است خاک است در یک قابچه جمعشون کرده است. این سخن علی قاری هست. از این خاطر این حضرت صاحب مجموعه الفتوا که این حنفی مذهب است، کتاب ما و شماست، این میگه این هیچ اصل ندارد، این نکردنش بهتر میگه. کدامی داشته باشین صحیفه 327 تماشا کنید. داملای شیرین سخن، از ما خواهش میکنیم که به این سوال من جواب گردانید. من از اول ماه رمضان روزه گرفتم. در روز جمعه بزرگ روزه ام را خوردم از بیماری. آیا روزه گرفتگی هم قبول می شود یا نه؟ همینش را درست فهمید. البته قبول می شود. وقتی انسان که بیمار شد، خداوند رخصت می دهد که روزه را بخوره، باکی ندارد. این آیت کریمه هست. وقتی باز رمضان که تمام شد، یعنی چند روزه که تو مثال بیمار شدی، وقتی صحت که شدی، همون روزها را قضایی میگیری. البته روزه تو در نزد خدا قبول میشه. السلام علیکم عزیز. قیام نماز پیشین کی می شود که نماز خواندن درست نیست؟ الحال میگوین از 12 تا 12:40 یعنی یگان نماز نخونین که قیام است. حالت قیامت در همین حالت شما نماز نخونین. همین داملاهای کلاه همش همین گپا میگن که از 12 تا 12:40. سلام داملای شیرین سخن. از نام یک نفر مخلص شما داملای محترم، من یک سوال دارم، التماس جواب عمیق دهید. من 3 سال پیش طواف خانه خدا کردم. در سن 36 ساله می باشم. بعد از طواف کردن به خود مقصد گذاشتم که هر آنچه که خداوند بر من حرام کرده است دست میکشم و با یک دختر از شوهرش برای کودک نکردن جدا شده بود شناس شدم و او را با طریق مسلمانی به نکاح خود در آوردم. با او 5 سال باز زندگی کرده ایستادم و صاحب یک فرزند شدم. این
دختر بگیم حساب بیوه گرفتن و سبب کودک نکردنش، این مرد حاجی است، نکاح کرده است و طریق اسلامی گرفته است. و یک روز شب به خانه در آمدم، زنم را با یک مرد ناشناس در جاگه خود در حالت مادرزادی قپیدم و آنها را یگان گپی گنده نگفتم و والدین زن را یعنی اپش را آوردم و شاهد همین کس زنم را 3 طلاق کردم. داملای محترم، به من گوید که من با این گناهی که 3 طلاق گفتم در نزد خداوند چقدر گناه و عذاب میکشم. به من گوید که تا به گوش خود شنوم. یعنی این برادر، یعنی به سبب این قدر اسلام یک دینی هست که در دل آدم چنان رحمی را پیدا میکند که همان زنی را که در حالتی بگیم زنا با یک مرد دیگر میقپد و به یک سبب طلاق گفتن، این مرد در خوف است و اون زن بدبخت نی. به سبب طلاق گفتنش در خوف است که خدای را چی میگفته باشد، لکن اون بدبخت مردی که در خانه این کس در آمد و این زن بدبختی که این کار انجام داد، اونا از خدا نترسیدند. این برادر انشاءالله تو از جوابگری در نزد خدا با طریق کامل باوری کن که تو خلاص هستی و البته هیچ مرد دیگر برای خود روا نمی بیند در حالتی که زنی خدا با یک مرد بیگانه می بیند و با او دیگر زندگی کند. اگر چنده که دستورات اسلامی هست که اگر عفوش کنی حق توست میتونی که عفوش کنی، لیکن اگر زندگی هم که نکردی، طلاق هم که کرده باشی، خیر باز اینا تو میتونی که از همون مفتی ها پرسان کنی، لیکن به عقیده من باشد تو کاری خطا نکرده، خوب کردی که از این زن جدا شدی. یعنی احترام حاجگی را ندانیست، احترام اسلامی را ندانیست. و زمانی که یک بار این بدبخت شده بود، باز مثال در بخت شما مسلمان داخل شد و به قدر شما که نرسید، حالی او این است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اولا به حساب شکرانه خدا میکنم که به ما چنین پیشوایی با تقوا مانند شما نصیب گردانیده است. دعا میکنم که پروردگار را علمی داشته شما را دوچند کند و ما از آن امر معروف های شما بهره بریم. آمین. داملای عزیز، به سوال های من خواهش میکنم در روز جمعه جواب دهید. روز نماز جمعه را در مسجد جامع یک قشلاق گذاشتم. بعد نماز را ادا کردن اهل مسجد باز 6 رکعت نماز احتیاطی خواندند، لیکن من نخواندم برای آنی که آن وقت نمیدانستم مگر من 4 رکعت فرض پیشین را قضا خوانم یا نه نخواندم. وقتی که نماز جمعه که اعلان شده است همون دیه و فرمان مفتی‌ها در او باشد که این نماز جمعه هست، در اونجا که نماز جمعه را خواندین دیگه فرض احتیاطی نخوانید، همون جمعه شما در نزد خدا مقبول است. این احتیاطیش مثل یک شبهه می شود، یعنی در نماز خودت وقتی شبهه کردی، نماز شبهه دیگر قبول نمی گردد. از این خاطر نخواندن شما نمازی همون احتیاطی را این بهتر است. روز جمعه در زندان نماز پیشین را جماعت خواندن درست است یا نه؟ در روز جمعه در زندان هم نماز جماعت جایز نیست. نماز جماعت انقدر حکمش بلندی هست که در زندان هم نماز جماعت در روز جمعه مکروه است مگر بعد جمعه. یعنی ما و شما در ساعت 1:30 که بود کردیم، زندانی ها می توانند که بعد ساعت 1:30 جماعت کنند، تا وقتی جمعه را حق ندارند. سیوم، اهل سنت از شیعه چی فرق دارند؟ شیعه خودش چیست؟ در آخر از شما دعا طلب میکنم که خداوند از 5 وقت نمازی که عطا فرموده است بی نصیبم نگرداند، از آن جمله از نماز جماعتی این شکی منتداری بیان می‌کنم. شیعه از اهل سنت فرق خیلی کلان داره. من همون شیعه های اشدیش میگم، شیعه هایی که در همسایگی ما در همون خارج زندگی میکردن، شیعه هایی بودن که سخنهای اونها را باور کن به زبان آوردن. نمیخوام که در بین این مردم باز ممکن شما نفهمید، اونها را من نمیارم، لیکن این قدر میگم که امروز همون هجوم های شیعه مذهب هم در بین ما و شما پیدا شده است. احتیاط کنین. این رویه خیلی رویه غلط است، خیلی رویه خطا است.
و شما را عاقبت خار می سازد در دنیا و در آخرت. ولا تصوبن احدا من اصحابی، اینجا نون ثقیله است میگه در کلمه عرب. پیغمبر خدا گفتند البته به البته هیچ صحابه مرا دشنام ندهید، لیکن اون طایفه ابوبکر را دشنام میدهند، عمر را دشنام میدهند، عثمان را دشنام میدهند. فقط برای اونها علی عزیز است و خلاص. لیکن اهل سنت ما دوست به همین 4 یار سرور دین هستیم. ما هر 4 دوست می‌داریم. کمی مثال دیگرگونی های بسیار است. راستی بار در کدامت که اگر پیشنهاد کردن قبول نکنید، بسیار یک راهی غلط است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. من یک مخلص شمایم، باور کنید حتی در نماز شب در حق شما دعا میکنم. سوال من این است، تلویزیون نگاه کردن یا تلویزیون گفته ایستاده است ما نماز میخونیم، این چی میشود؟ یعنی در حالت تلویزیون تماشا کردن آیا جایز است؟ یا در حالت تلویزیون میگوید ما و شما نماز خونده ایستاده ایم، نماز ما چی میشود؟ این السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئول. صدق الله العظیم. خدا به شما میگوید به درستی این که گوشهای شما، چشمهای شما، دلهای شما، اینها نعمتی هستند که ایرا نه یگان پادشاهی بر شما داده است. اینها یک نعمتی هستند که هیچ طبیبی برای شما راست نکرده است، بلکه این نعمت من بر شما دادم. و از شما این نعمتهایی که دادم، این نعمتها سوال کرده می شوند که در کدام راه تو این استفاده کردی. تلویزیون اگر ما اخبار نگاه کنیم باکی ندارد. اگر از تلویزیون ما و شما اگر یگان پند موعظه باشد نگاه کنیم باکی ندارد. یا امروز کسیته هایی که از امر معروفا ثبت شده ایستاده است برده در تلویزیون تماشا کنیم باکی ندارد. لکن پناه به سوی خدا از آن رقص و بازی که شما نگاه میکنید، پناه به سوی خدا از آن صورتهای پورنوگرافی که در تلویزیون ما و شما، زنهای لوچ، مردهای لوچ یک جا هستند، ما و شما به سوی او نگاه میکنیم. رسول اکرم میگوید العینان تزنیان و زناهما النظر. چشم ها هم زنا میکنن و زنای چشم چی است؟ نظر کردن به سوی حرام کرده های خدا. شما وقتی که اگر بر تلویزیونی که نگاه میکنید در او رقص بازی است، یا در او مثال بگیم بدنهای لوچ است، یا دیگر معرکه های فاسده که خدا بر اونا حرام کرده است، این چشم ها را به سوی او روان میکن. به خدا قسم حدیث پیغمبری خدا است در چشم های شما و گوش های شما سرب دوزخ ریخته می شود. شما این احتیاط کنید، هیچگاه نظر بر این نکنید. این هم یک داعی همون یهودیا هست که امروز ما و شما را تبلیغ با سوی همون حرام ها میکنند. از دجال دیده همین تلویزیون امروز بدتر است. خیلی با احتیاط باشید. همان چیزی را که اسلام برای شما رخصت داده است همون را نظر کنید، بر هر حرام کرده های خدا نگاه نکنید. در حالت تلویزیون اگر گفته ایستاده باشد شما اگر نماز میخونید در نماز شما کراهیت پیدا می شود، تلویزیون خاموش کرده شود بعد نماز خونده شود. زبان آمده از بحر شکر و سپاس، به غیبت نگرداندش حق شناس. گذرگاه قرآن و پند است و گوش، به بهتان و باطل شنیدن نکوش. دو چشم از پی صنع باری نکوست، ز عیب برادر فرو گیر نکوست. خدا رحمت کند سعید به ما و شما حضرت شیخ سعدی را که بر ما و شما خبر میدهد. چی میگوید؟ این زبانی که خدا در کام شما جا کرد این برای ذکر و سپاس او ذات است. این گوشهایی که برای شما داده است که امروز در اکثر ماشین های ما و شما صدای نغمه های ناجایز است که ما با این گوش ها گوش میکنیم. شیخ سعدی میگوید که این برای شما جایز نیست.
نه یک شیخ سعدی، بلکه خدای شما، پیغمبر شما را منع میکند از گوش کردن این. و این چشم هایی که خدا بر شما داده است، اینا برای چی است؟ برای این بزرگی خدا را مشاهده کردن است. شما آسمان را نگاه کنید بی ستون، این ذاتی که خالق همه ما و شما است چگونه نگاه دارد. زیر دریا را نگاه کنین، اینها را شما مشاهده کنین. این چشم برای این است. السلام علیکم داملای شیرین سخن. ما یک گروه مخلصان اشدی شما، ما از درگاه خدا سلامتی شما را میخواهیم و اگر حاجت باشد برای زنکان یگان جا برای نماز خواندن مهیا کنید که هر روز برای همین سوال به ما میگویند که به داملا رسانید. الحمدلله امروز در همین پهلوی ما و شما اگر شرایط نیست، ما شرایط برای مردها نداریم، لیکن هزارها رحمت به این برادر وکیل و حاجی هایی که در اطراف او هستند. امروز یک جای را همون پهلوی ما شدن مهیا کردند که یک چند نفری الحال نماز خوانده ایستادند. و امروز شرایط های اکی داملا خالمراد، اکی داملا حیدر باز بهتر است. مرحمت اگر نماز میخواندگی باشند اعلان کردن رسمی است، رفته در اونجا هم نماز خواندن بگیرن. السلام علیکم داملای عزیز. اولا خواهش دارم که خداوند توانا زبان شما را باز هم از این زیادتر با راه بگرداند و چی مراد و مقصودی که داشته باشین خداوند حاصل بگرداند. یک سوالی دارم. در مسجد ما یک نماز ملایمان نبود، مرا مجبور کردن که تو نمازت را خوانده دی. من نمازشان خواندم و قوم به عذر خندیدند. آیا گناه های همونها در گردن من هستند یا نه؟ در آخر داملای عزیز خواهش دارم که دعا کنید که من خداوند گناه مرا ببخشد. یعنی اگر وقت کدامی از شما امام میشوین قوم میخندد نمیخندد، این بر ضرر امام نیست. قوم اگر چی نغمه ای که از پس امام کردن میگیرد، در نزد خداوند جوابگر قوم است نه امام است. پیغمبر خدا بر شما میگوید اعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. خدا را چنان عبادت کن که همچنان که خدا در پیش تو است. فان لم تکن تراه فانه یراک. رسول اکرم و اگر چند خدا را تو نمیبینی لیکن خدا تو را میبیند. و آن خنده و آن نغمه هایی که از پس امام کدام قومی که میکند او را البته خدا نظارت کردیسته و در نزد خداوند البته گناهکار میشود. این با ملا امام هیچ تأثیری ندارد. خدا این برادر گناه هایی که کرده است به حرمت این روز جمعه خدای با فضل کرم خود مغفرتش بسازی. آمین و رب العالمین. سلام داملای شیرین سخن. اولا بسیار بخشیش. دو سوال مرا بسیار دقت می دهد. شاید وسواس شیطان باشد یا جواب داشته باشد. گوید یکم خدا چی مقدار است؟ اندازهش، درازیش، پهنیش. دویم سوالی که کرده است برادر، خدا جای مخصوص دارد؟ یعنی خانه اساسیش در کجا است؟ یعنی برادر سوال کردن که همین اندازه خدا چند قدر است؟ خدا چی مقدار است؟ پهنیش، درازیش، کلانیش. و دویم سوالی که کردن آیا خداوند خانه مخصوص دارد یا نه؟ یعنی این دو سوال میگد مرا خیلی دقت میداد و حتی شاید که وسواس یک روز میگد یک زنی بریتانیایی، بگیم زنی که از انگلیا هست، با همراهی شوهرش میگد به شهر یمن آمد. به شهر یمن آمد. در همین شهر یمن با یک داملای خیلی عالم کلان روپرو شد و از همین عالم همین سوال را کرد. همین زن
همین زنی که همراه شوهر خود آمد همین سوال را کرد که ای عالم، ای دانشمند، من از تو یک سوال میکنم، اگر بر سوال من جواب بگویی هر آینه من بر دین شما ایمان میارم. گو هر سوالی که داری مرحمت. میگد این زنی که از بریتانیا آمده بود گفت همین خداوند طول اندازش چی مقدار است؟ این خدایی که شما در هر حالت مشکلاتی دست میبردارین از او ذات طلب میکنید چی مقدار است؟ این عالم گفت این مردی که در پهلوی تو هست کی است؟ گفت این شوهر من است. گفت شوهر تا دوست میداری؟ گفت بله شوهر ما دوست میدارم. گفت بر من خبر بده که چی مقدار دوستش میداری، اندازش بگو، چند کیلومتر تو همین شوهر تا دوست میداری، کیلومترش بر من معین کن، چند سانتی متر چند کیلومتر همین شوهر تا دوست میداری. این زن میگه در حیرت ماند. گفت این از قیاس بیرون است، گفت از عقل بیرون است. محبت بر محبت شوهر ما چین کرده نمیشود. میگن این عالم گفت مادامی که محبت مخلوق خدا هست خودش، وقتی محبت تو گفت با عقل خود چین کرده نمیتانی، این ذاتی که خود میگوید لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، اون ذات خودش میگه که مثل من نیست، مثل من نه در زمین نه در آسمان نیست. اونو چگونه من برای تو معین کنم که چه اندازه دارد؟ تو وقتی یک محبت شوهرت بر من چین کرده گفته نمیتانی. این زن وقتی میگه این سخنش شنید تعجب ماند، بلند گفت لا اله الا الله محمد رسول الله، خدا یک و یگانه است، محمد بر حق است. در اصل یعنی یک مثال آوردن که همون زن یک تکان داد و آن زن چکار کرد؟ عقل او را بیدار کرد که آخه این خدای هست که این حد ندارد، اندازه ندارد. بلکه چی؟ این دویم سوالی که این برادر کرده است، خدا را مکانش در کجا است؟ عقیده اهل سنت این است که خدا مکان ندارد. بلکه این من بر 4 مثال شعری بر تو میگم که بابا افضل کاشانی میگوید ای صاحب این مسئله راهنما، ای صاحب این مسئله راهنما، میدان به یقین، میدان به یقین که لامکان است خدا. خواهی که تو را کشف شود این معنا. اول چی گفت حضرت؟ گفت خدا لامکان است، یعنی مکان ندارد. اگر بخواهی این که تو برای تو اثبات کنم که خدا لامکان است، خواهی که تو را کشف شود این معنا، جان در بدنت ببین کجا دارد جا. در همین بدن خود جان نگاه کن که در کجاست جان. تو جان مکانش نمیدانی. از این خاطر مادام جان که مکان ندارد، خدای تو هم مکان ندارد. در همه جا خدای تو موجود است. در بعض حدیث ها می آید که رسول الله را گفتن خدا در کجاست؟ رسول الله حواله کردن در دل بنده مؤمن است. در دل همه ما و شما مکان خدا هست. از این خاطر رسول الله چی گفتن؟ من حدم قلب المؤمن فقد حدم بیت الله. کسی که اگر دل یک بنده مؤمن آزار میدهد، همچنان است که خانه خدا را ویران کردگی است. از این خاطر خانه خدا در کجاست؟ در دل همه ما و شما است. السلام علیکم داملای عزیز، میبخشید یک جمعه در باره همسایه با همسایه چه حق دارد، همسایه بالای همسایه چه فضیلت دارد، ببخشید داملا خبر میدادید. همسایه بالای همسایه، حدیث پیغمبر خدا که ما زال جبرائیل یوسینی بالجار حتی ظننت انه سیورثوه. این حدیث پیغمبر خدا هست که هرگاهی که جبرائیل نزد من می آمد، بر من چنان در حق همسایه گپ میزد که صحبت میکرد که گمان میبردم این که وقتی که اگر همسایه از دنیا بگذرد، همسایه هم حق بر است. یعنی اینقدر تأکید زیادی هست که حتی همسایه هم میراث بر است گفته در گمان من میگذرد. از چی؟ از تأکید بسیار جبرائیل که با همسایه
رفتاری نیکو کن. البته امروز شاید که همسایه‌داری ها در بسیاری جا رعایت نشود، لکن حدیث دوام پیغمبر خدا را من بر شما نویساندم. چی میگوید؟ میگوید حضرت ابو هریره گفته است رسول اکرم میگوید لا یؤمنو لا یؤمنو لا یؤمنو. پیغمبر میگه 3 بار گفتن ایمان ندارد، ایمان ندارد، ایمان ندارد. ابو هریره میگه گفتم رسول اکرم کی هست که ایمان ندارد؟ رسول الله چی گفتن؟ الذی لا یأمن جاره بوائقه. کسی که اگر همسایه او از او ایمن نباشد ایمان ندارد او کس. یعنی اگر همسایه‌ای که در پهلوی ما زندگی میکند ما اگر با راحت نباشیم، یعنی دائم در تشویش باشیم، دائم در غم باشیم، بیرون از خاندان شویم، در خطر باشیم که شاید در خانه من یگان زیان یا ضرری میارد، اگر همچنان همسایه داشته باشیم همون همسایه ایمانی بر خدا ندارد. همسایه باید در نبودن همسایه مثل خاندار چیکار کند؟ خانه همسایه را پاسبانی کند. در حق همسایه هر جایی که نشست سخن نیک بگوید. امروز از همسایه داری ما و شما باور که شرم انسان می آید. وقتی می آید یک کس خبر می دهد که برای دختری من افسقال آمد، لکن همسایه از راه گرداندش. گفتش کجا می رای؟ از دختری او را گرفتند، دختری مرا بگیر. بین آیا همین همسایه داری هست؟ برای یک پارچه زمین با یک دیگر سالها قهری میستیم. همه این در نتیجه چی هست؟ در نتیجه همسایه داری هایی که ما و شما از خدا و از قرآن و از حدیث که دور هستیم، از این خاطر نمیدانیم حق همسایه چگونه است. ابوذر میگوید رسول اکرم چی گفتند؟ اذا طبخت مرقه فاکثر ماءها و تعاهد جیرانک. میگه ابوذر به سوی من میگه پیغمبر گفت ای ابوذر وقتی که در خاندان در دیگ شوربا را پرتافتی فراموش نکن آبش را زیاد کن و از حال همسایه هم با خبر باش. آب شوربا را زیادتر کن تا که از همان شوربایی که خود استفاده میکنی همسایه را هم فراموش نکن. این نصیحت پیغمبر ما و شما هست. السلام علیکم داملای عزیز. میگویند که در آب پیشاب کردن اوبال است، ولیکن در شهر نجاست های خود را به آب پیش میکنند. این چی میشود به ما میفهموندید؟ البته این ضرورت است. امروز این سکسی هایی که مردم ما و شما زندگی میکند، البته این از سبب بی‌شرایطی هست، و الا تمام همون مردمی که در همون سکسی ها زندگی میکنند هیچ کدام همون باور که زندگی داخل همون را اختیار کردگی نیستند. اونها را میخواهند که در همین زمین جای داشته باشند، زندگی کنند، لکن دستی نارسا شرایطی ناخوب اونها را مجبور کرده است که در همون خانه ها زندگی کنند. از این خاطر اون پیشاب از چیزی نباشد. وقتی که در آبم که می رود امروز ضرورت ایره البته جایز گرداندگی هست، یعنی باکی ندارد. السلام علیکم حضرت حاجی میرزا مراد. از شما خواهش می نمایم که این درخواست مرا اجرا نمایید. من در یکی از نمازهای جمعه از زبان شما یک غزل مولوی جنونی را شنیده بودم و تنها 2 مصرع اول آن در خاطرم هست که چنین است: تو طمع داری که با چندین گناه داخل جنت شوی ای روسیا. این غزل بر من خیلی پسند آمد و باز می خواهم این غزل را برای ما قرائت و تحلیل کرده دهید. با احترام مخلص شما. این از مولوی جنون نیست، این از مولوی رومی هست. میگوید جد تو آدم بهشتش جای بود. یعنی حواله به سوی بابای ما و شما، پدر ما و شما حضرت آدم میگوید جد تو آدم بهشتش جای بود، قدسیان کردن بهر او سجود. وقتی که بابای ترا میگد مولوی رومی داخل جنت کردن، تمام فرشته ها چیکار کردن؟ تا تمام فرشته ها سجده این حضرت آدم میکردن، در پیش پای این سجده میکردن. یک گناه ناکرده گفتندش تمام، مذنب برو بیرون خرام. وقتی این بابای ما و شما، این پدر ما و شما حضرت آدم
وقتی که یک گندمی را که خدا گفت بر اون نزدیک نشو نزدیک شد استفاده کرد، یعنی یک گندم وقتی که خورد، فرشته ها چی گفتند؟ گفتند ای آدم، گفتند ای فرزند آدم، جنت جای خطاکار نیست، جنت جای گناهکار نیست، مذنب برو بیرون خرام. تو مادامی که گناهکار شدی، این داخل جای ثوابکارها هست، بیرون شو از جنت. و خدا او را به سبب این یک گناه چیکار کرد؟ از جنت بیرونش کرد. در آخر حضرت مولوی رومی بر همون انسانهایی که گناهکار هستند، یک عمر بی نماز و بی توفیق هستند، لکن چی میگن؟ میگن همین دل انسان مسلمان باشد، ما را دلمان تازه است. برای همین دل تازه ها چی میگن؟ تو طمع داری که با چندین گناه داخل جنت شوی ای روسیا. تو هزارها گناه میکنی امروز، هزارها غلط میکنی، هزارها خطا را البته تو صادر میکنی، باز بزم این میخواهی که جای آدمایی که ثوابکار هستند، جای آدمایی که در دنیا زحمت کشیدن، مهنت کردن، جای اونها را تو صاحب شوی؟ نه، صاحب نمیشه. جنت جای خطاکار نیست. برای جنت داخل شدن مهنت دنیایی لازم است. الدنیا مزرع الاخره، پیغمبر گفت این دنیایی که شما زندگی دارین، این به منزله زمینی هست که در اینجا تخم پرتایین، تخم نیکی پرتایین تا که حاصل شد در جنت بردارین. کاری سوا ماندگی باز امروز خواهر پی ما و شما را بین ملامت میکنند که تو سطر داری یا تو نماز جمعه میری. یک زن 50 ساله به توفیق دیگر از زمین دهم میکریان است، میگوید وقتی زن اگر نماز یا مسجد کی رفت، دنیا ویران میشود. اون نمیداند که خود ویران است، نمیداند که خود بیچاره دوزخی هست. از آمدن زن بر مسجد چی می شود؟ نورانی می شود، آباد می شود. صدها سال شد این زنهای ما و شما بیچاره نشنیدن، سخن خدا را نشنیدن. از این خاطر مردها امروز هیچ قدری ندارن. مادرای ما و شما آمده نشینند، صحبت ها را گوش کنند. شوهر چی قدر دارد، خسر چی قدر دارد، خوشدامن چی قدر دارد، زندگی باید چگونه باشد، عائله داری چگونه باشد، تربیه فرزند چگونه باشد. اینا را می آموزند. آیا همین غلط است؟ آیا از حساب آمدن زن چی جای جنایت است؟ هزارها نامعقول کرده است. همون عالم شم، همون عالمی که اگر همون عباره مختصر میگد میلش، لکن امروز جمعیت نظر کن، امروز شرایط نظر کنید. خواهر ما و شما همه جا می رود، مادر ما و شما همه جا می رود. تمام جایی که ناجایز است می رود. مسجد چی جای ناجایزی دارد؟ سلام علیکم حاجی بابا، اگر زن دست خود را لک مالد آیا جایز است؟ حتی در دست یک جوان بچه دیدم که ناخونش را دراز کرده است و او را لک کرده است. این چی معنا دارد؟ خواهش میکنم از شما. اگر در دست زنی که لک میمالند، همین لک های سرخی که هست، در مسئله از درالمختار میگوید که از جنابت پاک نمیشود. زنی که اگر در دستش لک میمالد، لک همین خیلی قابلیتی دارد که آب بر خودش ره نمیده. مادامی که آب که به خودش ره نداد، کل بدنش شستن در غسل جنابت فرض است. وقتی که اگر ناخونهایی که لک دارد، وقتی اونها که اگر آب نرسید، اون زن از غسل جنابت پاک نمی شود. از این خاطر در کدام دستی خواهر و اپا و زنی از شما اگر باشد، این البته شما رخصت نتین اونها را تازه کنند. و اون جوانی که البته امروز ناخونی خودش دراز میکند یا لک میکند، این شرمندگی است. اخواد جوان، مرد هستی، مرد، نام تو مرد است. تو را خداوند مرد خواندگی هست در قرآن و تو در دنیا هم دعوای مردی داری. نخواه ناخونی دراز یا لک در دست دمانی. امروز جوانای ما و شما شرم ناکرده در گردنها زیره میبندند. امروز شرم ناکرده چله ها در دست میبندند، حالا که این چی است؟ یا زینت زن هستن، آخه برای مرد نیست اینا. رسول اکرم برای همین جوانهایی که زیره دارند، لک میکنند، ناخون میکنند، چله میبندند، رسول اکرم حدیث مبارکش است که مسلم روایتش میکند: رأى رسول الله صلی الله علیه و سلم خاتما من ذهب
فی ید رجل فنزعه فترحه رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول اکرم میگه روز با یک جوان سلام کرد، بناگاه دستش در چله همون جوان زد. در حال میگه چهره پیغمبر خدا متغیر شد، تغییر یافت و از دست همون جوان میگه چله را کشیدن، فنزعه فترحه، پرتافتنش. وقتی که رسول اکرم از پیش اون جوان رفت، جوانهایی که در اطراف این جوان جمع شده بودند گفتند خذ انتفع. رسول اکرم رفت گفت گیر از زمین بردارش، در جان خودت استفادهش کن. این جوان چی گفت؟ والله لا آخذوه ما طرح رسول الله صلی الله علیه و سلم. قسم بر آن ذاتی که جان من در دست اوست، این جوان گفت آن چیزی را که پیغمبر خدا از دست من دور کرده است، من او را دیگر باره نمیگیرم. ما نمیگیم که او را پرتاش، بلکه برده در خانه بگذارش. در یک روزی وزنینی وقتی برای تو سوم لازم می شود، سومش کن، در جانت، در فرزند، در خاندانت استفادهش کن، لکن برای دست تو حرام است. رسول اکرم گفت آیا شما میخواهید که پارچه علاوه دوزخ در دست خود بگردانید؟ اشاره به سوی چله طلا کرد. این برای زن، زیره چله برای زن که اینم برای چی است؟ برای شوهرهاشون است، اجازت است، برای مردها جایز نیست. السلام علیکم حاجی الله مرزا. رحمت و درود خداوند در حق شما که ما بسیار مسئله آگاه می شویم. سوال من این است، در اصول دین می خوانم که تولا و تبرع چی معنا دارند؟ اصول دین هست. اصول دین برادر 8 قسم است. ما و شما میگوییم اگرچه اصول دین از ما نیست، از ما و شما اصول دین ما و شما چی است؟ بنی الاسلام علی 5. پیغمبر خدا میگوید اسلام ما و شما 5 پایه دارد. چی است؟ شهادت ان لا اله الا الله و اقام الصلاة و آت الزکات و صوم رمضان و الحج من استطاع. 5 چیزی هست در اسلام ما و شما، همین است اصول دین ما و شما. این چی است اصول دین؟ یکم کلمه شهادت گفتن است، دویم 5 وقت نماز خواندن است، سوم زکات مال دادن است، چهارم روزه ماه رمضان داشتن است، پنجم حج در گردن شخصی که قوت حج داشته باشد. همین 5 چیز از ما و شما اگر ایجاد شود، برپا شود، این معنای او را دارد که ما و شما مسلمان کامل هستیم. یکی از این نباشد، در مسلمانی ما و شما نقص است و خلل است. لکن برادر گفته است در اصول دین خواندم تولا و تبرع مقام 7.5 باشد، تولا مقام 8.5 باشد تبرع. یعنی عقیده خوب است. با دشمنای خدا دشمن بودن، با دوستان خدا دوست بودن. این عقیده باید در تمام مردم مسلمان ما و شما باشد. دشمن خدا را ما و شما دشمن بداریم. چگونه ای که امروز ما را مردم غرب بد می‌بیند، چگونه ای که امروز مردم مسلمان زیر پای این بدبختا مانده است که ما و شما را دشمن ما و شماست، ما و شما باید دشمن اونها باشیم. آخه ما هم اونها را باید بد بینیم. چگونه ای که ما را بد می‌بینند؟ چرا من دشمن خود دوست بدارم؟ چرا شخصی که خانه مرا زیر بمب قرار میدهد، چرا شخصی که با تمام تکنیک خانه مرا رشد میکند، کودک مرا نابود میکند، ما او را دوست بدارم؟ نه، دوستش نمیدارم. به خدا قسم تا قیامت ما دشمنی او هستیم و دائم حتی در نمازان دعا میکنم خداوند ریشه امریکا را کنده کنه که امروز دشمنی تمام مسلمان ما و شما شده است. دنیا را ناآرام کردگی است. تو اگر در دل ما و شما عقیده نباشد که ما دشمن خدا را دشمن نداریم، حلاوت ایمان ما و شما برده نمیتونید، شیرینی ایمان ما و شما حس کردن نمیتونید. شما دعای قنوت میخونید اللهم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک و نثنی علیک الخیر نشکرک ولا نکفرک. اینجا چی میگن؟ و نخلع و نترک ما یفجرک. تو وعده داده استی و نخلع و نترک ما یفجرک. پروردگار آمد دشمنی تو را ریشه‌کن میکنم و نخلع و نترک، دشمنی تو را ترک میکنم. ما یفجرک، شخصی که دشمنی تو باشد. تو در دعای قنوت وعده میتی
از این خاطر تو هم باید دشمن چی باشید؟ دشمن همون یهود و دشمن آن کسی که دشمن مسلمان است، ما هم دشمن او هستیم. هیچگاه من دوستی البته شخصی نیستم که دشمن قرآن باشد و دشمن اسلام باشد. امروز شما چشمهاتون را گشاده کنین، اخبارها به طریق عیان شما را نشان دادیستند. دیروز اگر اخبارات همان تونی بلیر اگر گوش کرده باشین، سروزیر انگلیا را من گوش کردم به گوشی خودم. چی گفت؟ در نزد سعودیه گفت ما خطا کردیم، نفهمیدیم، فکر کردیم که در عراق کیمیاوی بوده است، لکن غلط شده است، نفهمیدیم. تو نفهمیدی اینقدر مرد مسلمانی که در اونجا به هلاکت رسید، اینقدر خانه هایی که نابود شد، اینا چی می شود؟ به نام خدای بخشنده مهربان و حبیب او محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، درود و به پایان بر شما ای واعظ راه اسلام و حاجی محترم. ما یک گروه جوانان به شما خواهش می نمایم که به این سوال ما روشنی اندازید. در ما عادت شده است که بعد از مرگ شخص 740 را می دهند. این خیلی خراجات بسیار ممکن است یا نه؟ ما قوم را می دانیم که از برای پنجشنبگی شیده نماز جماعی خفتن و پیشین را ترک می کنند و مسجد به ملا می ماند. التماس، یعنی معرکه هایی که هفته داریم، 40 داریم، سر سال داریم، اینا در اسلام همچنان نام گذاشتگی نیست. در اسلام ما و شما من یک فتوای دارم به نام خلاصه که به نهایت فتوای با قوتی هست، فتوای مذهبی هست. باز همین فتوا در حواشیش مجموعه الفتوا گفتگی باز فتوای دارد. همون حضرت میگوید اگر کدام صدقه را که شما نام گذاشتین، مثل هفتش گفتین، سه بیگش گفتین، 40ش گفتین یا سالش گفتین، از ثوابش محروم بشین. شما نام نگذارید، بلکه اگر دست شما میرسد خیر احسان هیچ کس راهش بستگی نیست. دستت میرسد مرحمت، لکن دستت نمیرسد. رسول اکرم گفت است لا اشتری شیئا لیس عندي ثمنه، نمیخرم چیزی مادامی که در جیب من پول نباشه. مقصد که من پول ندارم، قرض کرده خیر احسان نمیکنم، پنجشنبگی نمیکنم، سر سال نمیکنم، مادامی که قوت من نرسد. قوت شما نمیرسد، خیر احسان کنین، در نزد خدا شما ثواب نمیگیرید، بلکه شما گناهکار میشین، زیرا حق فرزندای خودتان را چیکار کردین؟ پایمال کردین. از این خاطر اسلام ما و شما بدنام نکنین. اسلام ما و شما را مجبور نمیکند. همون خدایی که خالق همه شماست بر شما میگوید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هیچ بنده ما از قوتش زیاد تکلیف نمیتون، قدر قوتش. خدا حال همه ما و شما را میداند. از این خاطر از حالمان، از همون کورپایی که داریم، از او زیادتر پامان دراز نکنیم. السلام علیکم برادر محترم داملا میرزا. بعد سلام یک دو سوالی دارم و میخواهم که این سوالها رو شما در نماز روز جمعه تحلیل کنید. مردی که بیراهگردی زنش را میداند، یعنی با مرد بیگانه ملاقات دارد و این مرد یگان چاره نمیبیند، زندگی همین را از روی شریعت درست است؟ البته درست نیست. زنی که به اجازت شوهر از خانه بیرون می شود در ملامت خدا و ملائکه خدا می ماند. وقتی اگرچه خانه پدرش می رود، اگرچه خانه یگان نزدیکترین آدمش می رود، وقتی اجازت شوهر نباشد، وقتی که اگر اون زن باز به مردهای بیگانه دست درازی کند و باز به این شوهر زندگی کند، این زندگی حرام است و این مرد دیوس است. الدیوس لا يدخل الجنة ولو كان معه صلاة و صوم. پیغمبر میگه دیوس داخل جنت نمی شود اگر چند که نماز روزه بسیار هم که داشته باشد. البته مردی که اگر پیش راه زن خچه گرفته نتاند، وقتی مردی که اگر حکمی او در زنش نگذرد، مردی که اگر باز میداند که زنی او این چنین فاحشه است با او زندگی میکند، این دیوس است. زنی که با چنین کارهای ناشایان دست زده و بعد به چیزهایی که برای هر یک انسان مقدسند قسم میخورد، مثل قرآن، خدا، سیوم به فرزندهای خود، عاقبت این زن عاقبت هم ندارد. وقتی زنی که خود بدکردار باشد و بعدا باز قسم به این چیزهای مقدس بخورد، برای ما و شما این قرآن مقدس است. برای زن فاحشه قرآن و خدا و مسجد هیچ قدری ندارد. برای همین این عاقبت هم ندارن. آخه عاقبت اینا برای خود اینا معلوم است خودش.
التماس داملای محترم همین مکتوب ها رو. السلام علیکم داملای عزیز. آیت یخرج من بین صلب و ترائب را ترجمه میکردید مخلصان شما. در سوره طارق آیتی هست یخرج من بین صلب و ترائب، یعنی خداوند چی میگوید؟ خلقت انسان میگد. انسان میگد خارج انسان پیدایشش از آبی که از پشت آدم و از بین دو سینه مادر جدا می شود، از همین پیدایش آدم از همین ها صورت می گیرد. یعنی مقصد از صلب و ترائب، مادامی که مفسران میگویند مقصد این نیست که در همین پشت انسان یکان خلطچه باشد که همون آب در داخل هم خلطچه باشد. با وقت شهوت مرد کشاده شد همون آب راست از پشت هوی خورده رفته در رحم مادر داخل شود، این چنین نیست میگه. بلکه مادام خدا صلب گفت یعنی پشت گفت یا ترائب گفت، بین قفس زن سینه قفس زن وقتی خدا ذکر کرد مقصد کل بدن در نظر دارد. یعنی آبی که از مرد و زن یک جا می شوند اینها از تمام بدن هستند. این مقصد این است. برای این مفصلتر اگر برای کسی لازم باشد باز آمده مراجعت کنین، انشاءالله جواب میدیم. السلام علیکم داملای محترم. بعضی شخصان میگویند که گناه میکنن، بعد میگویند که این گناه را خدا در تقدیر ما نوشته است. بگوید که گناه از کدام جانب است؟ سوال دوم، نوشیدن کواس ممکن است یا نه؟ سوال سوم، چیزهایی که مست کننده است حرام است. شیر اسب هم مست میکند، آیا حرام است؟ چهارم، گوشت جیره حرام است، در کسلی خوردن ممکن است یا نه؟ 4 سوال دارن که به همین انجام میتیم. یکم، گوشت جیره حرام است، خوردن او حرام است. علی خصوص مادرهایی که گپی مرا میشنوند با دقت گوش کنین. رسول اکرم میگوید ان الله لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم. خداوند شفای هیچ کدام شما را در مال حرام جدا کردگی نیست. از حرام شما شفا نمیابین. پیغمبر شما بر شما خبر داده است هیچ چیزی که حرام است، خواه خرس است، خواه جیره است، خواه صغر است، خواه سنبقه است، یعنی اینها امروز در ما و شما دوایی شدگی هستند، اینا همش حرام هستند. خداوند بر اینها برای شما شفا گفتگی نیست میگه. از این خاطر سگ هم حتی استفاده میکنن، مگر فقهای ما و شما علمای ما و شما گفتند اگر تمام حلال کرده خدا را استفاده کن، همه داروهایی که از امروز خدا را شکر طب ما و شما پیش رفته است، تمام دارو تمام طبیبای خوبی هست که تمام کسلی قریب دوا دارند. شرط نیست که همین در حال تو خنکیت زده یا روغن خرس یا که مثال روغن صغر بخوری، نه، بلکه تو این حلال کرده های خدا را استفاده کن. از حلال کرده های خدا که استفاده کردی شفا ندیدی، بعداً یگان شخص طبیب حاذق باشد یقین بداند که همین گوشت جیره در همین کسلیت فایده دارد، اما اون صورت برای تو جایز می شود. بعد حلال کرده های خدا را همش استفاده کردن، یک باره به حرام کرده خدا دست نزن که البته گناهکار می شوی. چیزایی که مسکننده هستند مثل میگه شیر اسب مست نمیکنه، اگر مست هم که کند این حرام نیست. نوشیدن کواس حلال است، کواس این درجه ندارد، کواس این مسکننده هم نیست. انا پیوه که درجه دارد حرام است. مثال آدمی که اگر پیوه را می نوشد، اگر مثال بگیم نیم سطلش هم که اگر مست کند یک قطرش هم حرام است، لیکن کواس مسکننده نیست. و این سوال بالاگی کردن من مختصرا جواب میگم. سوالی که کردن که بعضی انسان ها گناه میکنن و باز میگویند که خداوند در تقدیر من کشیده است، یعنی گناه از جانب کی است؟ آیا از خدا است یا از جانب من است؟ این باب تقدیر است. تقدیر بسیار یک مسئله مهمی هست که شاید که عقل ما و شما بر این نگیرد. حتی وقتی که حضرت عمر میگه با ملک شام رفت، در شام کسلی آب پرتایک بود،
حضرت عمر داخل ملک شام نشد. مردم گفتن ای عمر، تو گفتن اگر داخل شو در ملک شام، اگر در تقدیرت باشد کسل بر تو میگذره، در تقدیرت نباشد نمیگذره. سلام علیکم داملای عزیز. سنی مذهب از شیعه مذهب چی فرق دارد؟ سنی مذهب نیو مذهبی ما و شما که اهل سنت و الجماعه هست از شیعه مذهب به چی فرق میکنه؟ هر کسی که جانب قبله نماز میخواند، خدای یکه و یگانه را میشناسد، پیغمبری او را بر حق میداند، همه اونا برادرای ما و شماست. هر جا که یک آدم خداگو باشد اون برادر ما و شماست. از شیعه مذهب ها دا دشمنی کردن، دشمنی خدا کم است، با آنها دشمنی کنیم. میلش اگرچنده که تفاوتی دارن، فرقیتی دارن، نسبت صحابه پیغمبر ممکن تحقیرای دارن، لیکن برای ما و شما جدا کردن امروز اهل سنت از شیعه هیچ لازم هم نیست و در داخل این موضوع ما و شما هم کارم نکنیم. همین قدر بدانیم که اونا هم برادر ما و شماست، اونا هم غمخوار اسلام هستند، اونا هم چیکار میکنن؟ در راه اسلام خدمت کرده ایستادن. اکثر امروز تجارت ما و شما از حساب همون مردم شیعه مذهب است. السلام علیکم داملای محترم، با این سوال ها جواب گردانید. بالای سر مرد در وقت جان کندن زنی که یاسین را تواند خواندن مرد نباشد میتوان تلقین کند؟ میتواند البته. یعنی مردی که در حالت نزع جان است هیچ کسی نیست که یاسین بالای او بخواند. پیغمبر خدا را حدیث مبارکش است که شما در حالتی که نزع جان می شود یکی از برادر شما یاسین بخوانید. اگر نباشد مردی میتونیم که زنی که اگر یاسین نمیتواند بیاید تلقین همون مرده کند، با که ندارد، هیچ جای گناهش نیست. دویم سوال، زن میتواند مرغ را یا حیوان کلان را ذبح کند؟ به طریق اولا میتواند. برای زن کشتن مال گناه نیست. همه زنها میتونند کدام نماد حیوانی نباشد ذبح کنند. فقط برای ذبح چی لازم است؟ کاردی تیز باشد و بسم الله الله اکبر. بس از خواه مرد از خواه زن است میتواند کدام حیوانی نباشد البته ذبح کنند. زن شد گناهکار میشود. سلام علیکم داملا، خواهش التماس دارم درباره جادوگرها گپ زنید تا مردم ملا را از جادوگر فرق کنند که این جادوگرها دین اسلام را سیاه کرده خودشان را ملا مینامند. آنها یگان آدم را به اسلام به نماز دعوت نمیکنند. های مادام همتا باشد دیگر چی جای شهر دادن شد؟ وقتی که به ما و شما را به نماز دعوت نکنند، ما و شما را به مثال اسلام دعوت نکنند و خودشان هم ملا بگیرند، در صورتی که فعالبین جادوگر باشند و ملا هم نیست جادوگر هم نیست. فقط شما یک کلمه را فراموش نکنید. وقتی که در یگان کسی را جادوگری میکند بگین جادوگری کرد، ملاگی کرد. نه، این ملاگی از جادوگری فرق دارد. این جادوگر هم در دنیا و هم در آخرت روش سیاه است. اون نه ملا است نه جادو از دستش می آید. السلام علیکم داملای عزیز، به همین سوال من جواب دهید. به حاجتخانه بی‌طاقی در آمدن اوبال است؟ من به حاجتخانه در آمدم، مرا یک ملا جنگ کرد که بی‌طاقی نداره. راست میگه. در یکی از فتواها ما به چشم خود دیدیم که داخل حاجتخانه انسان باید که سر لوچ داخل نشود، زیرا که حاجتخانه خود مکان جین هست و جین عادت شمین است که هر جایی که اگر یک بدن لوچ بیابد حتمی در اونجا زلال میرساند. از این خاطر این صاحب کتاب هم به ما و شما گفتن که داخل حاجتخانه که شدین شما اول پای خودت در نزد در همون حاجتخانه شرفه بتین تا که هر چیزی که باشد از حاجتخانه دور شود. و اللهم اینا نعوذ بک من الخبث والخبائث. خدایا
از این نجاستی که مرا آزار میدهد خدایا این را از بدن من دور بساز گفته با همین قدم پای چپ داخل چی شو؟ حاجت خانه شو و سر خطا بپوشان. این بهتر است برای که ضرر جن به تو نرسه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوله عزیز. من از شما همین را پرسیدنیم، ملت پرستی چگونه هست در قیامت؟ ملت پرستی را چگونه سزاوار است؟ ملت پرستی در اسلام ما و شما نیست. این خدای ما و شما همه وقت ندا میکند یا ایها الناس، ای مردم گفته خداوند به طرف ما و شما مراجعت میکند. ملت در اسلام هیچ اهمیتی ندارد، خواه تاجیک است، خواه عرب است، خواه روس است، خواه امریکایی است، کسی نباشد اگر ایمانی بر خدا و ایمانی به قرآن داشته باشد او برادر ما و شماست. ملت در اسلام هیچ اهمیت ندارد. من ندانم، لاهوری میگوید من ندانم مرز و بومش از کجاست. رسول اکرم میگه من ندانم مرز و بومش از کجاست، این قدر دانم که با ما آشناست. من از کجا میدانم که رسول اکرم کجاگی است؟ برای من چی لازم؟ همین قدر میدانم که او آشنای ماست، او شفاعت کننده ماست. برای ما خواه ملت عرب است، خواه ملت تاجیک است، اگر دین نداشته باشد او برادر ما نیست. السلام علیکم داملای شیرین زبان. آیا چنین طلاق درست است؟ وقتی که زن حامله دار باشد و در بستر بیماری خواب باشد و شوهر به عصبانیت و به مجبوری والدین او را به یگان شاهد 3 طلاق میکند و زن با او سوال و جواب نمیدهد، مرد از بیمارخانه برآمده میرود. یعنی یک مرد بوده است زنش در بیمارخانه خواب بوده است، پدر و مادرش مجبور کردن که همون زن طلاق کن. این جوان رفته است به حضور شاهد زن طلاق کرده است. البته طلاق می شود. در طلاق کردن شاهد شرط نیست، در نکاح کردن شاهد شرط است، لیکن در طلاق کردن شاهد شرط نیست. حتی اگر تو میتونی که به خط بنویسی که مثال به عائله خودت که من تو را 3 طلاق کردم، طلاق میشه. برای این در طلاق کردن هیچ وقت کوشش نکنید، سراسیمه نشین. طلاق کردن بسیار یک کار ناخوبی هست. رسول اکرم میگوید ابغض الحلال الی الله الطلاق، بدترین حلال ها به سوی خدا این طلاق است. هیچگاه طلاق نکنین. در طلاق کردن عرش الهی میگه در جنبش میدراید. هیچگاه هیچ پدر مادر توصیه به طلاق نتین تا حد امکان. امروز ببین طلاق میتن، فردا میبینی که حاضر شدن پشیمان شدیم، نفهمیدیم، بعد از پی فتواکاوی میشوند، بعد دیگر ملاکاوی میشود. چی لازم یک زندگی حلال خطا و زندگی حرام چکار میکنی؟ البته آلوده میکنی. هیچ وقت به طلاق کردن شما سراسیمه نشین. یک سوال دیگر جواب میگیم به همین. السلام علیکم دولا. مرد به طلاق زن قسم خورد، گفت من به زنم خانه‌داری نکنم. به 3 طلاق زن قسم خورد، زن حیض دید. اگر به قسم میخوری که زنم 3 طلاق فلان کار نکردم، در اصل کرده باشی، زن طلاق شده است. فرق ندارد. شما به زن طلاق قسم که خوردین، زنتون طلاق میشود. و چی لازم؟ قسم دیگر نیست، فقط باید همین زن طلاق ما و شما قسم بخوریم. فرق ندارد. او حیض میبیند، او زن حامله دار است، او زن بچه میزاید، یا 2 بچه میکند یا 3 بچه میکند، چند تایی بکند، طلاق است. لفظ طلاق گفتی زن طلاق میشود. دیگری بچه کردن او، حامله دار بدن او، حیض دیدن او، اینا هیچ به لفظ صریحی که از زبان ما و شما میبراید هیچ دیگر تاثیر ندارد.
باز تاکید میکنم که دور باشین، طلاق نکنین. تا حد امکان غضب کنین. اگر یکی مبادا یگان کار یگان مهماتی برآمد، میلش یگان غضب و یگان کار مثال یگان آداب است، ادب دادن است، یا یگان کار دیگر پیشه کنین، لکن طلاق ندین تا حد امکان. خدا عاقبت همه ما و شما را بخیر بسازد. از ثواب و ثمره این امر معروف و نهی از منکر خدایا نامه اعمال ما و شما را پر از ثواب بسازد. مرادها و مطلوبهایی که در دل دارین خدای با فضل کرم خودش برآورده خیر بسازد. این برادری که در اینجا خیر کرده با امید آنی که در حق مادرشان دعا کنین خدا مادرش رحمت مغفرت گوش پر نور بسازد و فرزنداش خدا عمر دراز با برکاتی با توفیق نصیب روزی بسازد. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتک یا ارحم الراحمین. خیر احسان هایی که در اینجا شده است اینها را خدای مهربان به درگاهت مقبول بسازی و ماه مولود پیغمبر خداست. این بندگان خیر احسان کردگی را خدایا به شفاعت پیغمبرت موفق بسازی. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتک یا ارحم الراحمین.